سلام دوستان، به چنل رازهای آشکار خوش اومدین. من سارام، راوی داستان. بریم با هم داستان امروزمون رو هم بشنویم. من حسین و 56 ساله هستم. در خانواده پرجمعیت به دنیا آمدم. 3 برادر بزرگتر و 2 خواهر کوچکتر از خودم دارم. از اونجایی که از هر نظر خانواده موجهی داشتم، دوران کودکی و نوجوانی خیلی خوبی رو سپری کردم و مشکلی برام پیش نیامد. سرگذشت من از سال 65 زمانی که 20 ساله بودم شروع میشه. اون زمان کشور درگیر جنگ تحمیلی عراق بود و خانواده ما هم مثل تمام جوانهای دیگه جبهه میرفتن. خواهرام ابتدایی رو که تموم کردن دیگه ادامه ندادن و ترک تحصیل کردن. هر 3 برادرم توی سن 20 الی 23 ازدواج کرده بودن و هر 3 اون سال رفته بودن جبهه. داداشام هر 40 روز یک بار برای 1 هفته برمیگشتن خونه و دوباره میرفتن. حال و هوای جبهه و جنگ کل شهر رو گرفته بود و بیشتر دوستام یا در حال عازم بودن یا عازم شده بودن. من هم خیلی دلم میخواست برم مسجد و ثبت نام کنم، ولی بابا اجازه نمیداد. یه روز که خیلی اصرار کردم بابا گفت حسین اگه تو هم بری جبهه مامانت دق میکنه. همینجوری 3 از داداشات رفتن و مامانت کلی نگرانه. میبینی که منم سنی ازم گذشته و توانی ندارم به خانواده برسم. تو باید بمونی و مراقب مادر و خواهرات باشی. اینجوری شد که نرفتم و چون به 20 سالگی رسیده بودم مامان و بابا شروع کردن به اصرار که باید ازدواج کنی و اینکه خوبیت نداره پسر توی این سن مجرد بمونه. البته اینم بگم که اون زمان پسر رو از سن 20 سال به بالا از عهده اداره خانواده برمی اومدن و تقریبا مستقل بودن. از طرفی خونه ها همه ویلایی بزرگ بود و تعداد زیادی اتاق هم داشت. بابای من هم مستثنا نبود و یه خانه بزرگ داشت که وسط حیاطش حوض بود و هر وقت یکی از داداشا ازدواج میکرد دست همسر رو میگرفت و داخل یکی از همون اتاقهای خونه زندگی میکردن. بله، من هم شدم 20 ساله و مامان و بابا طبق روالی که برای برادران پیش گرفته بودن چند تا دختر آفتاب مهتاب ندیده فامیل و آشنا رو انتخاب کردن و اسامی اونا رو به هم گفتن تا من انتخاب کنم. من واقعا نمیدونستم کدوم بهتره یا خوشگل‌تره، چون هیچ وقت مستقیم توی صورت هیچ کدوم نگاه نکرده بودم. اون شب مامان بعد از شمردن اسامی گفت خب حسین به نظرت کدومو میخوای؟ گفتم اجازه بده چند روز فکر کنم بعدم میگم. مامان خندید و گفت ای پسر بی حیا. با لبخند جواب خنده‌شو دادم و خوابیدم. فردای اون شب زمانی که از محل کارم برمیگشتم توی صف نونوایی ایستادم تا برای مامان نون بخرم که چشمم افتاد به دختری که از بقالی بغل نونوایی خرید میکرد. نمیدونم چرا یه لحظه هنگ نگاهش کردم و دلم براش لرزید. خیلی متین و باوقار بود، به دلم نشسته بود و دلم میخواست بدونم خونه‌شون کجا و خانواده‌اش چی کارن. اما دنبال دختر مردم افتادن از خانواده و شخصیت ما خارج بود. چند روز گذشت و دوباره دیدمش. این بار با دقت بیشتری نگاهش کردم و زیر نظر گرفتمش. پوست سفید و چشم‌های عسلی داشت. معصومیت از چشماش میبارید. عاشق همین معصومیت و وقارش شده بودم. همیشه سرش پایین بود و نگاه نابجا و حرف بی ربط و اضافه نمیزد. بالاخره چون نیتم پاک بود و برای ازدواج مد نظرش داشتم، آروم و با فاصله دنبالش کردم و خونه‌شون رو یاد گرفتم. انقدر به دلم نشسته و عاشقش شدم که هر وقت بابا و مامان اسم دختری رو برای ازدواج می آوردن اخم می کردم و ناراحت می شدم. با اینکه عشقم یه طرفه بود ولی ته دلم مطمئن بودم که اون دختر هم از من خوشش میاد و به پیشنهاد ازدواجم جواب مثبت میده. شب و روزم شده بود فکر کردن به اون دختر. توی تصور و رویاهام اون دختر که حتی اسمشو نمیدونستم و کنار خودم میدیدم که بچه‌مون هم بغلمه و با هم قدم میزنیم. این عشق داشت اذیتم میکرد. برای همین تصمیم گرفتم در موردش با مامان صحبت کنم. همون شب که قرار بود به مامان بگم بابا یکی از دخترای فامیل رو به هم معرفی کرد و همین بهانه شد تا در مورد عشقم باهاشون حرف بزنم. گفتم بابا من یه دختری رو چند وقت میبینم که خیلی به دلم نشسته و دلم میخواد اونو بعد تحقیق در مورد خانواده‌اش برام خواستگاری کنید. بابا گفت کدوم دختر؟ گفتم 2 کوچه پایین‌تر از خونه ما زندگی میکنن. بابا گفت باشه تحقیقاتو انجام میدم و بعدا تصمیم میگیرم. خوشحال گفتم هر چی شما بگید. اون موقع ها من لاغرندام بودم و ریش و سیبیل میذاشتم و همیشه قد ریشم و مرتبش میکردم.
از اینکه بریش و سیبیلم دست میکشیدم خوشم میومد. به خاطر همین هیچ وقت با تیغ اصلاح نمیکردم. خلاصه میخوام بگم هم خودم به واسطه تربیت خانواده‌ام و هم از نظر ظاهری بچه مثبت بودم و همه منو به عنوان یه پسر خوب میشناختن. گذشت و یه روز که با 2 تا از دوستام داشتم حرف میزدم گفتم من خیلی دلم میخواد برم جبهه اما بابا اجازه نمیده. دوستم گفت اگه واقعا دلت میخواد بری بیا امروز و با ما بریم مسجد. آخه ما هم قراره برای عازم ثبت نام کنیم. گفتم من خیلی دلم میخواد اما گفتم که بابا اجازه نمیده. دوستم گفت حالا تو بیا و ثبت نام کن، وقتی بابات ببینه که خیلی اشتیاق رفتن داری قطعا موافقت میکنه. با ذوق قبول کردم و به این ترتیب شد که من پنهانی شناسنامه‌مو برداشتم و غروب رفتم مسجد و برای جبهه اسممو نوشتم. همش به روزی فکر میکردم که قرار بود عازم بشم و عکس‌العمل بابا و مامان منو میترسون. آخه اصلا دوست نداشتم ناراحتشون کنم. از طرفی جرأت هم نداشتم بهشون بگم. اون زمان همه خونه ها تلفن نداشت، به خاطر همین یه روز از که خونه بودم یکی در زد و چون منتظر بودم از مسجد خبر بدن با استرس سری دویدم و در باز کردم. 2 نفر از بچه‌های مسجد بودن که یکیشون اسمم پرسید و بعد گفت فردا عازم هستید داداش. حتما صبح ساعت 8 دم مسجد باش تا با اتوبوس حرکت کنید. وسایل زیادی با خودت نیار، فقط وسایل شخصی همراهت باشه. ازشون تشکر کردم و در بستم و برگشتم داخل حیاط. همون لحظه دیدم بابا لب حوض نشسته و مشکوک منو نگاه میکنه. متوجه شدم که حرفای اون آقایون رو شنیده. شرمنده ایستادم و سرمو انداختم پایین. از اینکه حرفشو گوش نداده بودم خجالت کشیدم. بابا اصلا مخالف رفتنم نبود، بلکه منظورش این بود که 3 تا برادرم رفتن و یه مرد برای خونه لازمه، چون بابا توان کار نداشت و خونمون هم 6 تا زن داشت و 5 تا بچه. یهو بابا گفت سرتو بگیر بالا مرد، چرا رفتی توی خودت؟ درکت میکنم پسرم، تو یه مرد واقعی هستی که نتونستی نسبت به مملکتت بی تفاوت باشی. اصلا ناراحت نباش، هیچ اشکالی نداره، برو، خدا پشت و پناهت. حالا که اینقدر عشق به رفتن داری برو، راضی کردن مادرت با من. با این حرفای بابا لبخند زنان دویدم سمتش و جلوی پاهای زانو زدم و سرمو گذاشتم روی پاهاش و شروع به گریه کردم. گریه‌ای که از سر شوق و خوشحالی بود. بابا موهامو نوازش کرد. اون لحظه یه آرامش خاصی تمام وجودمو گرفت. اون شب فهمیدم که بابا مثل کوه پشتم و تکیه‌گاه محکمی برای من هست. و همون حالت مونده بودم که بابا سرمو بلند و اشکامو پاک کرد و من هم دستای زحمتکشش رو غرق بوسه کردم. بابا گفت خب بس دیگه، بلند شو و برو ساکتو جمع کن. من رفتم داخل اتاق تا ساکمو جمع کنم. بابا هم رفت آشپزخونه پیش مامان. کارم که تموم شد برگشتم حیاط و دیدم مامان خیلی گرفته لبه حوض نشسته و به آب خیره شده. همونطوری که نگاه میکردم دیدم بابا کنارش نشست و گفت توکل کن به خدا زن، بسپار به خودش. خدا خودش نگهدارشه. حالا بلند شو برو شامو آماده کن که حسین امشب مهمون ماست. پاشو دیگه، فردا صبح عازمه، باید زود بخوابه. مامان سرشو برگردوند و به من نگاه کرد. هر چقدر که توی چهره بابا آرامش بود، به همون میزان توی چهره مامان نگرانی و استرس وجود داشت. زود رفتم سمت مامان و بغلش کردم و شونه‌شو بوسیدم و بعد دست در دستش رفتیم سمت آشپزخونه. در حال حرکت به مامان گفتم میدونم دلت راضی نمیشه برم، اما قول میدم رو سفیدت کنم و خیلی زود بیام مرخصی. بعد یکم فکر کردم و برای اینکه خوشحالش کنم با ذوق گفتم مامان میدونی که وقتی مرخصی اومدم میخوام برات عروس بیارم. مامان با شنیدن این حرف اشکشو پاک کرد و با لبخند گفت انشالله. مامان یکم روحیه گرفت و رفت تا شام رو آماده کنه. بابا هم گفت امشب شام رو داخل اتاق مهمونی میخوریم. خونه ما جوری بود که برای رفتن به هر اتاق باید اول وارد حیاط میشدیم. یعنی یه حیاط بود و دور تا دورش اتاق. بابا که این حرف رو زد مامان خواهرامو صدا زد تا کمک کنن وسایل رو ببرن اتاق مهمون. بابا هم عروس‌ها رو صدا کرد و یه سفره از این سر اتاق تا اون سر اتاق پهن کردیم و دورش نشستیم. قبل از اینکه شروع کنیم به خوردن بابا اول خدا رو شکر کرد و بعد گفت فردا حسین عازم جبهه است. با این حرف بابا همه شد و هر کی یه حرفی زد. خواهرام با بغض گفتن داداش میشه نری جبهه؟ زن داداشا گفتن چرا زودتر نگفتی تا برای شوهرم و وسایل آماده کنیم و ببری؟ بابا گفت ما هم امشب خبردار شدیم، هنوز هم دیر نیست، اگه چیزی قراره بفرستید آماده کنید. بعد از اینکه یکم سر و صداها خوابید گفتم راستی برای مرخصی که اومدم قراره یه جاری جدید بهتون اضافه بشه.
با این حرفم زن داداش‌ها یکم سر و صورتشون رو کج و کوله کردن و ایش را انداختن و بعد پرسیدن کی هست حالا این عروس خانم؟ من هم شروع به شوخی و سر به سر گذاشتنشون کردم و گفتم نمیشه همینجوری بگم، خالی خالی آخه. بعد همه خندیدن و مامان گفت انشالله شیر حلال خورده باشه. اون شب خیلی شب خوبی بود و خوش گذشت. بعد از شام عروس‌ها کنار حوض مشغول ظرف شستن بودن و یکی دست می‌زد، یکی کل می‌کشید و خواهرها هم می‌رقصیدن. البته این وسط عروس‌ها دم گوش هم پچ پچ هم می‌کردن، ولی خدا رو شکر مامان اصلا به دل نمی‌گرفت و همیشه میگفت بچه‌ن بذار راحت باشن، یکم که بگذره همه چی درست میشه. خیلی زود ظرف شستن و تمیز کردن و تموم شد. و کم کم هر کی رفت اتاق خودشون و یکی یکی لامپ اتاق‌ها خاموش شد. من هم توی رخت خواب دراز کشیده بودم تا بخوابم. توی دلم قوقایی بود. یه هیجان خاصی از رفتن به جبهه داشتم و نمیتونستم بخوابم. بالاخره خوابم برد و صبح آفتاب نزده بیدار شدم و دیدم مامان و بابا نماز خوندن و نشستن و چای میخورن. زود رفتم و وضو گرفتم و نمازم خوندم و بعد مشغول واک زدن پوتین هام شدم. لباس ها و پوتین ها رو زمان ثبت نام بهم داده بودن. بعد نشستم کنار مامان و بابا و صبحونه خوردم. بعد از صبحونه مامان چند تا بسته بهم داد و گفت اینا رو زن داداشات آماده کردن برای برادرات هستن. سعی کن به دستشون برسونی. چند تا ژاکت هم بود که برای رزمنده ها بافته بودن. حاضر شدم و وقت رفتن شد. خواهرام خواب بودن. دلم نمیاد خداحافظی نکرده برم. به خاطر همین آروم رفتم بوسیدمشون که بیدار بشن. وقتی بیدار شدن همگی منو تا دم در کوچه همراهی کردن و از زیر قرآن رد شدم و بعد مامان پشت سرم آب ریخت. با همه خداحافظی کردم و دست تکون دادم و راهی شدم. اما هنوز به سر کوچه نرسیده بودم که بابام صدام زد. به محض اینکه بابا صدام کرد ایستادم. بابا به طرف من حرکت کرد که مامان هم پشت سرش تون تون اومد. وقتی بابا رسید گفتم چی شده بابا؟ مامان گفت دلمون طاقت نیاورد حسین. خواستیم ما هم تا مسجد بیایم و بدرقت کنیم. گفتم نه مامان نمیخواید بیاید، هوا سرده، برگردید. اما از اونا اصرار و از من انکار. بالاخره با من همراه شدن و رسیدیم مسجد. فضای محله و مسجد پر از دود اسفند بود و همه از رزمنده ها خداحافظی میکردن. یه لحظه دلم گرفت چون مشخص نبود این خداحافظی سلام دوباره داره یا نه. دوباره مامان و بابا منو بغل کردن و خداحافظی کردیم. بعد که روی صندلی اتوبوس نشستم مامان پای پنجره اومد و دستمو گرفت و تا لحظه آخر که اتوبوس حرکت کنه دستش توی دستم بود. عازم میدان جنگ شدیم. توی مسیر همش به مرخصی و برگشتن و تحقیقات در مورد اون دختر فکر کردم و برنامه‌ریزی‌های لازمو کردم تا خستگی اتوبوس و راه اذیتم نکنه. بالاخره رسیدیم و داداش‌ها رو هم پیدا کردم و بسته هاشون رو دادم و مشغول دفاع از کشورم شدم. 40 روز با تمام سختی‌ها و خاطرات تلخ و شیرین گذشت و روز مرخصی من رسید. با همرزم‌هام خداحافظی کردم و صبح روز بعد رسیدم جلوی در خونم. زنگ زدم و منتظر شدم. صدای کشیده شدن دمپایی همزمان با صدای بابا اومد که پرسید کیه؟ جواب ندادم تا سورپرایز بشه. بابا در رو باز کرد و با دیدنم شوکه شد و بغلم کرد و گفت حسین پسرم خدا رو شکر که سلامت برگشتی. بعد رفتیم داخل و مامان رو صدا کردم. مامان هم در حال اینکه مرتب قرم و صدقه میرفت زودتر از من خودش رو رسوند و بغلم کرد. با سر و صدای ما همه بیدار شدن و کلی سوال پیچم کردن. بعد از اینکه حرف زدیم و صبحونه خوردیم مامان گفت برو بخواب و کمی استراحت کن. گفتم نه میخوام برم چند تا از دوستامو ببینم. مامان گفت الان خسته‌ای، وقت زیاده برای دیدن دوستات. اما من که دلم میخواست برم اون دختر رو ببینم بهانه آوردم و زدم بیرون. 1-2 ساعتی توی کوچه با دوستان موندم اما خبری از اون دختر نشد. رفتم داخل بقالی و برای بچهای برادرم خوراکی خریدم و برگشتم خونه. مامان به خاطر من فسنجون پخته بود. ازش تشکر کردم و به هوای اون دختر ازش خواستم برام دعا کنه. بعد از نهار دوباره زدم بیرون. البته این بار به بهانه مسجد تا شاید اون دختر رو ببینم. ولی هیچ اثری ازش نبود. همش فکرم درگیر بود که چطوری اون دختر رو پیدا کنم و در نهایت مجبور شدم از دوستام کمک بگیرم. دوستام هم انگار سرشون درد میکرد برای این کارا. از خدا خواسته گفتن خب اسمش چیه و باباش چی کار است؟ گفتم نمیدونم ولی خوشبختانه خونه‌شون رو بلدم. گفتن ما رو ببر اونجا. با دوستام رفتیم به طرف خونه دختره و تا در خونه‌شون رو نشون دادم یکی از دوستان گفت اینجا که خونه اکبر آقاست. گفتم اکبر آقا
تازه اومدن این محل؟ چرا من نمیشناسمش؟ دوستم گفت نه بابا، چندین ساله که اینجا هستن. تازه حسین، اکبر آقا که دختر مجرد نداره. یه دونه دختر داشت که هفته پیش عقدش بود. شوکه و ناراحت گفتم چی؟ عقدش بود؟ چرند نگو، امکان نداره، حتما اشتباه میکنی. دوستم گفت نه، اشتباه نمی کنم. دختر اکبر آقا دوست خواهرمه. هفته پیش با یه آقای دکتر عقد کرد. خدایی هم حقش بود ازدواج موفقی داشته باشه، چون خواهرم خیلی ازش تعریف میکنه. دوستم همچنان داشت حرف میزد و توضیح میداد، اما گوشهای من انگار چیزی نمیشنید جز این جمله: دادنش به یه دکتر. خیره شده بودم به انتهای کوچه و اون جمله مرتب توی گوشم اکو میشد. اصلا نمیتونستم باور کنم. دنیا برام تیره و تار شد و سرمو انداختم پایین و به دوستم گفتم تو شوهرشو دیدی؟ دوستم گفت من که ندیدم، اما خواهرم میگفت که خیلی جوان برازنده و خوش هیکل و شیک‌پوشی و خیلی هم به هم میان. در حال حرف زدن بودیم که یهو در خونه همون دختر باز شد و ما 3 نفر سریع یکم از اونجا فاصله گرفتیم. قلبم به شدت میزد و دلم میخواست ببینم کی از خونه میاد بیرون. برگشتم و زیرزیرکی یه نگاهی کردم و دیدم بله، خودش بود. خیلی دلم میخواست که حتما یه بار دیگه ببینمش که موفق شدم. اسم اون دختر رو از طریق خواهر دوستم فهمیدم که سیمین هست. سیمین از در اومد بیرون و پشت سرش هم نامزدش، همون آقا دکتر. واقعا از هر نظر قابل تحسین بود. سیمین و نامزدش در حال بگو و بخند از خونه اومدن بیرون و سوار ماشینی که همون اطراف پارک شده بود شدن. دیگه جای درنگ نبود و باید برمیگشتم خونه، چون با دیدن ماشین آقا دکتر انگار آب سردی روی سرم ریخته شد. از دوستام تشکر کردم و با حال بد و پکر برگشتم سمت خونه. دوستام هی صدا کردن و گفتن یهو چی شد به تو؟ وایسا. بی توجه به دوستام سرمو انداختم پایین و رفتم. مسیر اون کوچه تا خونمون اون روز به نظرم خیلی طولانی اومد. با خودم گفتم وای، چرا نمیرسیم؟ چرا؟ خدا جون چرا آخه؟ تو که میدونستی من در طول 20 سال زندگی ازت فقط همین دختر رو میخواستم. این حرفا رو توی دلم به خدا گفتم و اشک توی چشمم جمع شد. وقتی دیدم ممکنه با کوچکترین تلنگر گریه کنم، زود مسیرم رو به سمت مسجد تغییر دادم. داخل مسجد اینقدر نشستم تا اذان مغرب شد و نماز رو خوندم و برگشتم خونه. تا رسیدم خونه و مامان منو دید، سری متوجه حالم شد و گفت حسین چی شده پسرم؟ بی‌حوصله تر از این حرفا بودم که بشینم برای مامان توضیح بدم. پس گفتم مامان من میخوام فردا برگردم جبهه. مامان متعجب گفت چی؟ تو که تازه رسیدی، چرا میخوای برگردی؟ نمیخواستم واقعیت رو بهش بگم و دلتنگی به جبهه رو بهونه کردم و گفتم هدف این بود دیداری داشته باشم و حالا میخوام برگردم. انگار همه یه جورایی متوجه شده بودن که چی شده. آخه قبل از رفتن به جبهه همه جا جار زده بودم که اولین مرخصی که برگردم میرم خواستگاری و زن میگیرم. اون شب اصلا میلی به غذا نداشتم و به اصرار بابا فقط 2 لقمه خوردم و رفتم توی اتاقم. چند دقیقه بعد مامان اومد پیشم و گفت مامان جان، هیچ وقت توی سرنوشتی که خدا برات رقم میزنه چرا نیار. راضی باش به رضای خدا، چون اون صلاح ما رو بهتر میدونه. حرفی نزدم و فقط گوش کردم. مامان مکسی کرد و ادامه داد اگه از خدا چیزی خاصی و بهت نداد، بدون که مصلحت و خیر تو در چیز دیگه‌ای هست. اگه دلت میخواد که برگردی جبهه و فکر میکنی اینجوری آرومتر میشی، ما مخالفتی نداریم، میتونی برگردی. حرفای مامان یکم آرومم کرد. مامان راست میگفت. شاید تقدیر من با یه جور دیگه ای رقم میخورد. با خودم گفتم شاید من توی جبهه شهید بشم و خواست خدا این بوده که سیمین مسیرش از من جدا و زندگی بهتری داشته باشه. اینطوری شد که فردا صبح زود برگشتم منطقه. برگشتم جبهه و این بار تا 8 ماه مرخصی نیومدم. انگار نیاز داشتم تا اونجا خلوتی داشته باشم و از فکر سیمین بیام بیرون. مامان و بابا در عرض این 8 ماه فقط از طریق داداشان با من در ارتباط و جویای حالم بودن. بعد از 8 ماه که روحیم بهتر شد و دلتنگ مامان و بابا شدم، یه مرخصی گرفتم و برگشتم خونه. رسیدم خونه و از با آغوش کشیدن مامان و بابا متوجه شدم که واقعا چقدر دلتنگم بودن. ولی اصلا اعتراض نکردن که چرا دیر به مرخصی اومدم. از این رفتار مامان و بابا خودم رو سرزنش کردم و با خودم گفتم چرا به خاطر عشق یک طرفه و نافرجام خودم رو از مامان و بابا محروم کردم. همون روز تصمیم گرفتم که به خاطر پدر و مادرم که شده برگردم به زندگی عادی خودم.
آخه دیگه کاری از دستم بر نمی اومد و سیمین ازدواج کرده بود. زندگی جریان داشت. تا چشم بر هم زدیم 1 هفته مرخصی تموم شد و آماده برگشتن شدم. مامان و بابا دوباره برای بدرقه اومدن. اون روز بعد از خداحافظی از مامان و بابا سوار اتوبوس شدم و همونطوری که از پنجره بیرون رو نگاه میکردم منتظر حرکت اتوبوس بودم. یهو یه چهره آشنا دیدم. سیمین بود که به همراه پدر و مادرش و پدر شوهر و مادر شوهرش اومده بودن همسرش آقای دکتر رو بدرقه کنن. درسته. آقای دکتر هم برای کمک به رزمندگان مجروح عازم جبهه بود. زود سرمو انداختم پایین و با خودم گفتم سیمین زن کس دیگه‌ایه و نباید بهش زل بزنم. بالاخره اتوبوس حرکت کرد. در مسیر هر از گاهی به دکتر نگاه می‌کردم و یه جورایی حسرت می‌کشیدم. به منطقه که رسیدیم و مسیرم با آقای دکتر جدا شد. من خط مقدم رفتم و دکتر پشت خط مقدم داخل بیمارستان صحرایی مشغول شد. این بار 4 ماه موندم و دوباره برگشتم مرخصی. وقتی برگشتم از طریق خواهر دوستم متوجه شدم که سیمین و دکتر منتظر بچه اولشون شدن. راستشو بخواین اصلا خوشحال نشدم و بی‌تفاوت بودم. میخوام بگم هر کاری میکردم فراموشش کنم نمیتونستم و همش پیگیرش بودم. این سری از مرخصیم سعی کردم بیشتر خونه باشم و به مامان و بابا کمک کنم یا با برادرزاده هم بازی کنم. روز سوم مرخصیم بود که بابا صدام کرد و گفت بیا کارت دارم. حد زدم در مورد چی میخواد حرف بزنه. رفتم داخل اتاق و دیدم مامان هم کنارش نشسته. بابا اول از نحوه آشنایی خودش و مامان و سختی‌های اول ازدواج و زندگیشون گفت و در آخر رسید به من و گفت تو هم به سن ازدواج رسیدی و درست نیست مجرد بمونی. مامان ادامه حرف بابا رو گرفت و گفت راستش یه دختر خوب مد نظر داریم و اگه راضی باشی تا مرخصی تموم نشده برای آشنایی خواستگاری بریم. منم بدون اینکه سوالی کنم و حرفی بزنم فقط یک کلمه گفتم چشم. حتی نپرسیدم دختره کی هست. فردا 3 نفری رفتیم خونه پسرخاله مامانم. اونجا بود که متوجه شدم خواستگاری کی رفتیم. خانواده پسرخاله مامان آقای صداقت خیلی تحویلمون گرفتن چون منو خوب میشناختن. چند دقیقه نشستیم و بعد مامان گفت معصومه جان نمیان تا ببینیمش؟ با شنیدن اسم معصومه تا متوجه شدم برای خواستگاری کی اومدیم. آخه دوران بچگی با هم زیاد بازی میکردیم. مادر عروس معصومه رو صدا زد. معصومه با سینی چای اومد و بعد از تعارف رفت و کنار مادرش نشست. صورتشو با چادر گرفته بود و زیاد نتونستم چهرهشو ببینم. آخه از بچگی چادری بود. از اون جایی که نظر همه مثبت بود همون روز خواستگاری قرارها و مدارها گذاشته شد و یه روز مونده بود که مرخصیم تموم بشه. تمام فامیل‌های نزدیک رو دعوت کردن و قرار شد طی مراسمی عقد من با معصوم خونده بشه و به هم محرم بشیم. روز عقد صبح زود بیدار شدم و رفتم آرایشگاه و دستی به سر صورت و ریش و سیبیلم کشیدم و برگشتم خونه. مامان تا منو دید کل قربون صدقم رفت و بعد گفت عروس آماده است، برو سر کوچه آرایشگاه سهیل خانم و معصومه رو بیار. گفتم چشم مامان. رفتم دنبال عروس. عروس روبند داشت و هنوز صورتشو درست ندیده بودم. به همراه عروس برگشتم خونه. داخل حیاط میز و صندلی چیده بودن و مهمونا با دیدنمون دست زدن و کل کشیدن. بالاخره سر سفره عقد خطبه خونده شد و من و معصومه رسما زن و شوهر شدیم. بعد از اینکه تعدادی از مهمونا رفتن مامان صدام زد و گفت حسین جان دست خانمتو بگیر و بیاید این اتاق استراحت کنید. گفتم چشم. اما روم نشد دستشو بگیرم و حتی نمیدونستم چی صداش کنم. همسرم، خانومم، معصومه جان. در نهایت از شرم و خجالت گفتم معصومه خانم بفرمایید داخل اتاق استراحت کنید. معصومه بیچاره هم که هنوز روبند روی صورتش بود مونده بود چطوری حرکت کنه که نخوره زمین. وقتی دیدم نمیتونه جلوی پاشو ببینه رفتم جلوتر گوشه چادرشو گرفتم و راهنمایی کردم به طرف اتاق و گفتم بفرمایید من کمکتون میکنم. مامان که داخل اتاق بود به من گفت حسین کمک کن عروس لباس راحت بپوشه. مامان اینو گفت و از اتاق خارج شد و در رو هم بست. وای که داشتم از خجالت میمردم. عروس هم با همون روبند یه گوشه نشسته بود انگار از من خجالتی تر بود. رفتم سمت پنجره و پرده رو زدم کنار. توی حیاط هم همه بود و همه داشتن میز ناهار رو میچیدن. مامان تا منو پشت پنجره دید چشقاره‌ای رفت که فهمیدم باید پرده رو بندازم. پرده رو انداختم و برگشتم سمت معصومه. مونده بودم چطوری سر صحبت رو باز کنم. در نهایت گفتم معصومه خانم شما گرمتون نیست؟
اجازه بدید کمکتون کنم تا چادر رو از روی سرتون بردارم. معصومه حرفی نزد و من رفتم کنارش نشستم و روبندش رو بالا زدم. اونجا بود که برای اولین بار چهره‌شو دیدم. صورتش قشنگ بود، به دلم نشست. پوست سفید و چشم و ابرو و موهای مشکی داشت. با دیدنش هر دو به هم لبخند زدیم. بعد کمک کردم و لباس عروس و توریشو عوض کرد و لباس راحتی پوشید. اون روز اولین بار بود که بدن و اعضای بدن یه دختر رو می‌دیدم. از خجالت زود بلند شدم و مشغول عوض کردن لباسهای خودم شدم. خلاصه لباس راحتی پوشیدیم، کنار هم نشستیم. همون لحظه برامون توی یه سینی ناهار آوردن. با هم ناهار رو خوردیم و کمی حرف زدیم. از انتخاب مامان خدا رو شکر کردم، چون معصومه هم نجیب بود و هم زیبا و باوقار. کم کم خجالت معصومه هم کم شد و چند کلمه حرف زد. کم کم مهمونا رفتن و معصومه هم باید با خانواده‌اش میرفت. بهش گفتم برات نامه مینویسم. معصومه هم گرفته و ناراحت قبول کرد. انگار دوست نداشت برم. موقعی که میخواستیم از اتاق بیایم بیرون، پیشونی معصومه رو بوسیدم و پیشاپیش خداحافظی کردم، چون صبح زود باید میرفتم. اون روز خیلی بهم خوش گذشت و فردا صبح برگشتم جبهه، اما با این تفاوت که دلم پیش معصومه مونده بود. هر هفته برای معصومه نامه میفرستادم و اون هم خیلی سریع جوابمو میداد. معصومه توی تمام نامه‌هاش بدون استثنا ازم میخواست که زودتر مرخصی بگیرم و برگردم. این بار دل خودم طاقت نیاورد و همون 40 روز که شد مرخصی گرفتم و برگشتم خونه. تمام یک هفته با معصومه بودم. از صبح میرفتم دنبالش و تا غروب با هم میگشتیم. امامزاده میرفتیم یا خرید میکردیم یا سینما و پارک و غیره. بعد هم غروب میرسوندم خونهشون و برمیگشتم خونه. روزهای خیلی خوب و قشنگی بود و هر دو از هم راضی بودیم. گذشت و یه بار که مرخصی اومده بودم، صبح خیلی زود از صدای کوبیدن در هممون از خواب پریدیم. به قدری محکم در می‌زدن که نگران شدم و من خواستم برم در رو باز کنم که دیدم بابا زودتر از من رسید به در. بابا در رو باز کرد و دیدیم 2 تا از داداشام هستن. با تعجب نگاه کردم، آخه تازه از مرخصی رفته بودن. برادرام هر دو بابا رو بغل و شروع به گریه کردن. از دیدن این صحنه متوجه شدم که برادرم محسن شهید شده. مامان وقتی گریه‌های اونا رو دید، جیغ بلندی کشید و زانوهاش تحمل نکرد و افتاد روی زمین. دویدم سمت مامان و بلندش کردم. بابا هم شوکه و آروم همون دم در نشست و به نقطه نامعلوم خیره شد. همه اعضای خونه ریختن توی حیاط. از صدای گریه‌ها همسایه‌ها هم ریختن خونمون. به فاصله 2 ساعت کل فامیل اومدن خونه ما. حتی معصومه و خانواده‌اش هم اومدن. پیکر محسن رو آوردن و توی قسمت شهدا محسن 24 ساله رو به خاک سپردیم. محسن از بین ما رفت و به همون میزان مامان و بابا هم از جمع فاصله گرفتن و هر کدوم توی اتاقی خودشون رو حبس کردن. 3 ماه از شهادت محسن گذشت. از وقتی محسن شهید شده بود هیچ کدوم جبهه نرفته بودیم و تو خونه یه جورایی درگیر خانواده و همسر محسن بودیم. یه روز که از مسجد برمیگشتم خونه، دوستم رو دیدم و بعد از سلام و احوالپرسی ازم پرسید هنوز برنگشتی منطقه؟ گفتم نه والا، بعد از شهادت محسن دل و دماغی برای رفتن ندارم. تا اینو گفتم دوستم گفت راستی خبر داری که شوهر سیمین هم شهید شده؟ وای خدای من، این دیگه چه خبری بود؟ شاید اگه بچه نداشت انقدر ناراحت نمی شدم، اما سیمین بیچاره پا به ماه بود و بچهش هم داغالو بود. وای خدا، حالا چطوری بچه هاشو بزرگ کنه؟ خیلی دلم براش سوخت و ناراحت شدم. مسیرم رو عوض کردم و رفتم سمت کوچه سیمینینا. جلوی درشون پارچه سیاه زده بودن و عکس آقای دکتر رو هم بزرگ کرده و به دیوار چسبونده بودن. غم عجیبی اومد توی دلم. الان که فکر میکنم با خودم میگم تو که شاهد بودی چه جوانهایی رفتن و چه دخترهای بیوه شدن و چه بچه‌های یتیم. کاش قدر این شهدا رو بدونیم. برای روح پاک دکتر و محسن همونجا فاتحه‌ای فرستادم و برگشتم خونه. بعد از شهادت محسن یه روز معصومه بهم گفت حسین اصلا از دلم نمیاد و نمیخوام جشن عروسی بگیریم. توی خونه‌ای که جوون از دست داده و پدر مادری که داغ جوون دیده. خوب نیست توی حیاتش بساط عروسی راه بندازیم. ازش تشکر کردم و گفتم مشکلی برای جشن نداریم. فقط اگه واقعا دلت عروسی و جشن بخواد باید سالگرد محسن تموم بشه بعد.
ولی معصومه اصلا دلش با جشن نبود و فقط دلش میخواست زودتر با هم عروسی کنیم. از طرف یکی دو بار همسایه‌ها که برای دیدن مامان اومده بودن مستقیم و غیر مستقیم بهش گفته بودن فکر کنیم از پاقدم نامزد حسین بوده که محسن شهید شده. آخه چرا توی این چند سال این اتفاق براش نیفتاد تا عروس جدید گرفتید شهید شد؟ مامان هم خیلی جدی باهاشون برخورد کرده بود و گفته بود این حرفا خرافاته و دیگه همچین حرفی رو نشنوم و به گوش عروسم نرسه که دلش میشکنه. این شد که دیگه همسایه ها اون حرفا رو نزدن. گذشت و من هنوز به خاطر محسن راضی به عروسی نشدم و تا سالگردش صبر کردم. 1 سال بعد از شهادت محسن، یعنی سال 67، من و معصومه ازدواج کردیم و زندگیمون رو توی یکی از اتاقهای خونه بابا شروع کردیم. همزمان کم کم زمزمه‌های آتشبس و پایان جنگ 8 ساله شد و بالاخره جنگ تموم شد و برادرهام هم برگشتن سر خونه و زندگیشون. خانم محسن که در طول چند سال بچه دار نشده بود، با شهادت محسن رفت خونه باباش و گاهی به ما سر میزد. هر بار که می اومد مامان باهاش صحبت میکرد تا راضیش کنه به ازدواج مجدد و به خواستگاراش جواب مثبت بده، اما قبول نمیکرد. من و معصومه هم خوشبخت و راضی بودیم و کم کم تصمیم گرفتیم بچه دار بشیم. تقریبا 1 سال از زندگیمون گذشت ولی خبری از بچه نشد. این وسط 2 تا زنده‌داشتان برای بچه سوم حامله شدن و خبر بارداریشون کل خونه رو گرفت، ولی ما همچنان منتظر بودیم. زنده‌داشتام هر روز صبح با حالت تهوع می‌دویدن حیاط رو بالا می‌آوردن و بعد بیحال گوشه‌ای از بالکن دراز می‌کشیدن. یه بار صبح با دیدنشون با خنده به معصومه گفتم همین روزاست که تو هم بری پیش جاریات دراز بکشی و با هم بالا بیارید. این حرفا گفتم و قهقهه زدم و معصومه هم خندید و با دستش محکم زد به شونم. اون روز حس کردم درسته که معصومه میخنده، ولی انگار غم بزرگی پشت نگاه و خنده هاش وجود داره. چند ماه گذشت و زنده‌داشتام 7 ماه و 6 ماه شدن و ولی از بچه ما خبری نبود. میدیدم که معصومه با حسرت به اونا نگاه میکنه و کاری جز دلداری دادن نداشتن. مامان وقتی نگاه‌ها و ناراحتی معصومه رو دید دیگه اصلا اسم بچه رو نیاورد که مبادا دلش بشکنه. چند ماه گذشت و پسر احسان برادر بزرگم به دنیا اومد و تعداد بچه‌ها شد 3 تا پسر. چند هفته بعد از اون هم دختر حسن به دنیا اومد و تعداد بچه‌ها شد 2 پسر و 1 دختر. روزی که برای دیدن دختر حسن رفتیم داخل اتاقشون، معصومه خیلی گرفته و ناراحت بود. برای اینکه کسی متوجه ناراحتیش نشه، زود سردرد و خستگی رو بهونه کردم و به معصومه گفتم پاشو بریم دیگه. معصومه هم بدون حرفی سری بلند شد. به محض اینکه وارد اتاق خودمون شدیم، معصومه بغضش ترکید و شروع به گریه کرد. هرچی دلداریش دادم فایده نداشت تا اینکه بهش قول دادم در اولین فرصت میریم دکتر. با این حرفم یکم آروم گرفت. از فرداش کار ما شد این دکتر و اون دکتر رفتن. ماها گذشت و ما همچنان هر دکتری که معرفی میکردم میرفتیم، اما خبری از بارداری نبود. اینم بگم که من به عنوان مهندس توی کارخونه ریسندگی کار میکردم و برادرهام هم به عنوان کارگر. درآمدمون خوب بود و زندگیمون میچرخید. تعداد نوه‌ها زیاد شده بود و همیشه حیاط شلوغ و سر و صدا بود و گاهی بچه‌ها هم با هم دعوا می‌کردن. همین باعث اختلاف بین جاری‌ها شد. بعد از این اختلاف جزئی که باعث بگو و مگو می‌شد، داداشا تصمیم گرفتن تا اوضاع بدتر نشده و تا بین برادرها هم اختلاف نیفتاده، برای خودشون خونه اجاره کنن و از خونه بابا برن. به این طریق هر کدوم جداگونه 2 تا اتاق تو در تو اجاره کردن و خیلی زود اسباب کشی کردن و رفتن. با رفتن داداشام ما موندیم و مامان و بابا و خواهرام. حیاط خلوت شده بود و یه جورایی دل آدم میگرفت. آخه ما به شلوغی عادت کرده بودیم. مامان که طاقت دوری نوه‌هاشو نداشت، در هفته 2 بار مهمونی میداد و پسراشو دعوت میکرد. هم بچه‌ها داخل حیاط بازی کنن، هم همگی دور هم باشیم. چون شنیده بود اونجایی که مستاجر هستن، بچه‌ها اجازه سر و صدا و بازی ندارن. همون روزها بود که برای خواهرم زینب خواستگار اومد. در طول ازدواج زینب سرگرم شدیم و برای مدتی فراموش کردیم که بچه دار نمیشیم. اما بلافاصله بعد از اینکه زینب به خوبی خوشی رفت خونه بخت، خدا رو شکر خوشبختم شد، دوباره یاد بچه و دکتر و دارو افتادیم. هفته ها و ماه ها جاشون رو دادن به سالها و 5مین سال ازدواجمون رسید و دریغ از بچه. دیگه دکتری نمونده بود که بریم. معصومه بد اخلاق و بهانه‌گیر شده بود و حال روحی خوبی نداشت. یه شب که اتاق خودمون بودیم، معصومه خیلی گرفته و عصبی گفت حسین یه خونه بگیر و از اینجا بریم. متعجب گفتم چرا، کسی حرفی زده؟ معصومه گفت نیازی نیست حرف بزنن، از نگاه و رفتارشون میفهمم که چی میخوان بگن.
شوکه گفتم از کی و چی حرف میزنی؟ معصومه گفت من نمیتونم تو نگاهشون باشم. بهتره از اینجا بریم. هر بار که جاری‌ها با بچه‌هاشون میان خجالت میکشم. از بابا و مامانت هم خجالت میکشم. اصلا میخوام از خانواده‌ات دور باشم. خلاصه با اصرار معصومه یه خونه مستقل اجاره کردم و چون درآمدم خوب بود خیلی زود یه خونه خوشگل خریدم. موقع اسباب کشی به معصومه پیشنهاد دادم وسایل خونه رو هم عوض کنیم. معصومه استقبال کرد. با این کار میخواستم یکم حال و هواش بهتر بشه و روحیه بگیره اما هیچ فرقی نکرد. به قدری ناراحتی و اعصاب خردکنی میکرد که یه روز گفتم بابا من بچه نمیخوام. من آرامش و آسایش میخوام. چرا خودتو منو با رفتارت ناراحت میکنی؟ چرا آخه اینجوری میکنی؟ معصومه با گریه گفت مگه میشه یه مرد بچه نخواد؟ خودم دیدم پسر کوچیکه احسانو چطوری با ذوق بغل میکنی. تازه همین نوزادشو که هیچ مردی بغل نمیکنه تو بغلش کردی. معصومه راست میگفت. آخه همون روزا بچه 4 احسان هم به دنیا آمده بود. یه دختر خوشگل و کوچولو بود که منو واقعا به وجد می آورد. شاید حق با معصومه بود و ته دلم بچه میخواستم. ولی معصومه برام در اولویت بود. آخه واقعا دوستش داشتم و خاطرشو میخواستم و زندگی باهاش برام از هر چیزی با ارزش‌تر بود. توی همین گیر و دار که سر بچه دار نشدن به بنبست رسیده بودیم برای خواهر کوچیکم خواستگار اومد و خدا رو شکر اون هم رفت و خوشبخت شد. دیگه مامان و بابا توی اون خونه به اون بزرگی تنها شده بودن و من دلم میخواست کنارشون باشم که معصومه رضایت نمیداد و هر روز بد اخلاق‌تر و عصبانی‌تر میشد. کم کم طاقت من هم تموم شد و دیگه توی بحثای معصومه شرکت میکردم و 2 تا اون میگفت و یکی من. تا اینکه یه روز معصومه لابلای گریه و بحثاش گفت آره حسین آقا، میدونی چرا بچه دار نمیشیم؟ چون ایراد از خودته. وگرنه ما توی فامیلمون نازایی نداشتیم و نداریم. از حرفش جا خوردم و گفتم نه که کل فامیل ما نازا هستن. بگو ببینم کدوم فامیل ما بچه ندارن. معصومه گفت من نمیدونم. تنها چیزی که میدونم اینه که من ایرادی ندارم و ایراد از توئه. از حرفش خیلی دلم گرفت ولی ادامه ندادم. نمیخواستم بحث به دعوا ختم بشه. برای همین از خونه زدم بیرون. توی کوچه و خیابون قدم زدم و به حرفا و رفتار معصومه فکر کردم و تازه متوجه شدم که چرا معصومه بد اخلاقی میکنه. معصومه چون فکر میکرد از نظر بچه دار نشدن من مشکل دارم مرتب بدعنقی میکرد تا شاید دستش به جایی برسه. نمیدونم اون روز چند ساعت بی هدف راه رفتم و فکر کردم. وقتی به خودم اومدم حسابی خسته شده بودم. مسیر برگشت رو در نظر گرفتم و شروع به قدم زدن کردم. اصلا دلم نمیخواست به خونه برگردم. راستش معصومه بدجوری دلمو شکونده بود. من از معصومه تنها توقعم این بود که انقدر بچه نکنه و بشینه زندگیشو بکنه. به نظر من معصومه نباید دنبال مقصر میگشت، چون ما بدون بچه هم خوشبخت بودیم. بعد از نتیجه بی‌ثمر داروها باید میسپردیم به خدا. آخه هنوز اوج جوونیمون بود و زیاد وقت داشتیم برای بچه دار شدن. ولی نمیدونم چرا معصومه این همه گیر داده بود به بچه دار شدن. با خودم گفتم امشب نمیرم خونه تا معصومه متوجه اشتباهش بشه. با این فکر مسیرم رو به سمت خونه بابا کج کردم. اما هنوز چند قدم نرفته بودم که پشیمون شدم و با خودم گفتم اگه برم اونجا اونا هم قصه میخورن و هم از مشکلات من و معصومه باخبر میشن. دوباره برگشتم توی مسیر خونه خودمون. اون شب بدون اینکه با معصومه حرف بزنم رفتم خوابیدم و صبح هم بدون صبحونه رفتم سر کار. البته معصومه هم خیلی با من سر و سنگین بود و محل نمیداد. 3 روز به همین منوال گذشت و روز سوم یه شاخه گل و یه جعبه شیرینی گرفتم و خودم برای آشتی پیش قدم شدم و بغلش کردم و بوسیدمش. آشتی کردیم ولی همچنان حال روحی معصومه خوب نبود. انگار تمام خوشبختی و خوشی و توی بچه دار شدن میدونست. مشخص بود که سکوتش در مورد بچه به خاطر من بود و مثلا در قبال من فداکاری میکنه وگرنه توی دلش آشوبی بود. بعد از آشتی معصومه 1 هفته سعی کرد حرفی در مورد بچه نزنه اما بعدش دوباره شروع کرد و گیر داد که ایراد از توئه. منم سعی میکردم جوابشو ندم تا مشکلاتمون از اونی که بود فراتر نره. با خودم فکر کردم و گفتم هیچی نگم، یکم میگه و بعدش خودش خسته میشه و بیخیال میشه. اما معصومه اصلا بیخیال نشد. تا اینکه یه شب هی گریه کرد و گفت. واقعا دیگه صبرم تموم شد و عصبی گفتم چرا در مورد چیزی که مطمئن نیستی اینطوری حرف میزنی؟ چرا دل منو میشکنی؟ اصلا روی چه حسابی میگی ایراد از منه؟ معصومه خیلی قاطع و مطمئن گفت میخوای بهت ثابت کنم؟ من هم چون میخواستم دست از سرم برداره از خود خواسته گفتم آره ثابت کن. معصومه خیلی جدی گفت برو یکی رو 6 ماه صیغه کن بدون که کسی متوجه بشه.
بعد از 6 ماه که بچه دار نشد و بهت ثابت شد میفهمی که من الکی حرف نمیزنم. از پیشنهاد معصومه جا خوردم و سرمو نزدیک صورتش کردم و به چشمهاش زل زدم و گفتم خوبی تو؟ خل شدی؟ بعدش هم سرم رو به آسمون کردم و بلند گفتم خدایا همه مریضا رو شفا بده، این زن خلوچر ما رو هم توی اونا. معصومه در حالی که حق حق میکرد ساکت فقط گوش میداد، انگار که خودش هم از پیشنهادی که داده بود پشیمون شده بود. اون موقع معصومه 21 ساله بود. وقتی دیدم ساکته ادامه دادم بار آخرت باشه همچین حرفی میزنی، مگه نمیرم به پدر و مادرت میگم که چطوری داری زندگیمونو خراب میکنی. معصومه وقتی مخالفت منو دید دیگه ادامه نداد. چند وقت گذشت. این وسط 2 خواهرام هم با فاصله چند ماه باردار بودن. قبلا از بچه دار شدن همه خوشحال می شدم و منتظر دیدن بچه می شدم. ولی دیگه به جای اینکه از این خبرها خوشحال بشم، غم بزرگی می اومد سراغم و بیشتر ناراحت می شدم. یه روز که جمعه خونه مامانینا جمع بودیم، معصومه با دیدن شکم‌های قلمبی خواهرام با سردی بهشون تبریک گفت و اومد سراغ من که توی جمع آقایون نشسته بودم. معصومه آروم به من گفت پاشو بریم، حالم اصلا خوب نیست. با این حرفش حد زدم که برای چی حالش خوب نیست و با خودم گفتم یا خدا، الان بریم خونه زندگی رو برام زهرمار میکنه، خودت به دادم برس خدا. دقیقا هم وقتی رسیدیم خونه همین اتفاق افتاد، با این تفاوت که این بار معصومه سفت و سخت میگفت برو پنهانی یه خانم سیغه کن. از اون روز هرچی سعی کردم از خر شیطون بیاد پایین و منو توی دردسر نندازه، معصومه کوتاه نیومد و گفت هیچ دردسری نداره، قرار نیست کسی متوجه بشه. بعدش معصومه با مهربانی طوری که مثلا خرم کنه گفت حسین این کارو بکن، حتی به منم نگو کی سیغه میکنی، چون اگه بفهمم حالم بد میشه. در عوض بعد 6 ماه متوجه میشی که مشکل داری و یه فکری به حالش میکنی. حسین این کارو بکن اما نذار من جزئیاتشو بدونم. از این حرفا و حرکات معصومه حالم خیلی بد شد. آخه همه جوره فقط میخواست منو مقصر بدونه و لای منگنه بذاره. از ناراحتی زدم بیرون، رفتم پارک محله و کمی قدم زدم و فکر کردم. به بچه‌هایی که مشغول بازی بودن نگاه کردم و گفتم خدایا، اصلا من به درک چی میشد یه دونه از این بچه‌ها به ما هم میدادی تا این همه معصومه عذاب نمیکشید. کمی که قدم زدم بعد نشستم روی نیمکت و مشغول تماشای بچه‌ها شدم. از بین بچه‌ها 2 بچه بود که تقریبا 5-6 ساله بودن و از نظر چهره مشخص بود که با هم خواهر و برادر هستن. موهای بور و لختشون توجهمو جلب کرد و فقط به بازی کردن و خنده های اونا خیره شدم. تقریبا نیم ساعتی گذشت و یه خانومی اون بچه‌ها رو صدا کرد. برگشتم سمت صدا. وای خدای من، سیمین بود و اون 2 بچه 2 قلوهاش بودن. سیمین مثل همون روزایی که من عاشقش بودم جذاب و خوشگل بود و هیچ تغییری نکرده بود. البته سن و سالی هم نداشت. همون جوری لاغرندام و قد بلند و کشیده. صورتش حتی یه لک هم نداشت و مثل بلور می درخشید. محو تماشاش بودم که یهو به خودم اومدم و توی دلم گفتم وای حسین تو زن داری، چرا به زن مردم زل زدی؟ بیخیال شدم و دوباره رفتم توی فکر. درسته که خواست معصومه این بود که پنهانی به مدت کوتاهی زن صیغه‌ای داشته باشم، اما من موافق نبودم، چون اولا معصومه رو دوست داشتم، دوما مگه احساسات زن دیگه اینقدر بی‌ارزش بود که چند ماه برای امتحان صیغه کنم و بر هر وقت معصومه دستور داد ولش کنم. اصلا شاید این وسط در عرض همون 6 ماه علاقه‌ای به وجود اومد. خلاصه رفتم خونه. اون شب معصومه با هم قهر بود و حرف نزد. انگار خیلی به خودش مطمئن بود و به من از نظر وفاداری به خونه و خانواده ایمان داشت. برای همین اون پیشنهاد رو میداد. چند روز بعد دوباره آشتی کرده و باز پیشنهاد داد. انقدر گفت تا من هم شل شدم. به هر حال یه جوان 27 ساله بودم و هیچ جوونی از این پیشنهادها بدش نمیاد. کوتاه اومدم و به معصومه گفتم اگه من برم و یه نفر رو صیغه کنم اون خانم هم باردار نشه، 1000 بار خدا رو شکر میکنم که مشکل از منه و زود از زندگیت بیرون میرم و طلاقت میدم تا دوباره ازدواج کنی و صاحب بچه بشی و به آرزوت برسی. یکم مکث کردم و ادامه دادم خب معصومه، اگه اون خانم بچه دار بشه چی کار میکنی؟ من ولش نمیکنم به امون خدا، گفته باشم. معصومه با اطمینان گفت نه نمیشه، من مطمئنم. گفتم باشه، به هر حال گفتنی ها رو گفتم که بعداً حرف و حدیثی نباشه. اگه مشکل از من بود دکترها حتما میگفتن، پس چرا حرفی نزدن و فقط گفتن هیچ کدوم مشکلی ندارید؟ معصومه گفت درست گفتن، من مشکل ندارم، اما هیچ وقت مشکل مردا رو نمیگن. گفتم باشه،
حالا کیو بگیرم؟ معصومه گفت به من هیچی نگو. از اون شب هر روز فکر میکردم که کیو بگیرم که اخلاقش با من سازگار باشه. یه روز که معصومه رفته بود روی منبر و با داد و هوا رو گریه میگفت یکی رو صیغه کن تا همه چی معلوم بشه، منم عصبی شدم و تصمیم خودم رو گرفتم و گفتم باشه من میرم یکی رو صیغه میکنم، فقط بس کن دیگه، دست از سر من بردار. یهو معصومه به طرف من خیز برداشت و گفت با کی میخوای صیغه کنی؟ گفتم قرار شد نپرسی، خواست خودت هم هست و منو به اون سمت هل دادی، پس هیچی نپرس. اگه قراره با صیغه کردن یکی دوباره روی مخم باشی اصلا بیخیال میشم. طفلک معصومه هم که توی دوراهی قرار گرفته بود گفت باشه دیگه هیچی نمیپرسم. از اون روز به خانم‌های زیادی فکر کردم. باید تنهایی تصمیم میگرفتم چون قرار بود کسی از این قضیه بو نبره. با خودم گفتم هر کی رو که خواستم صیغه کنم کل ماجرا رو براش تعریف میکنم و بهش میگم که اگه باردار نشد مجبورم ولش کنم و اگه باردار بشه عقدش میکنم. البته به معصومه نگفتم که اگه طرف باردار بشه عقدش میکنم. و هر کی که فکر میکردم آخرش میرسیدم به سیمین. کلاً از وقتی دیده بودمش عشقم دوباره شعله‌ور شده بود. هنوز دوستش داشتم و از طرفی سیمین هم بیوه بود. مجبور شدم از طریق اون دوستم وارد عمل بشم تا محل زندگی سیمین رو پیدا کنم و حتما باهاش صحبت کنم و نظرش رو بدونم. دوستم میگفت سیمین بعد از شهادت دکتر چند وقت خونه پدر شوهرش بوده و چون به مشکل برخورده بودن اومده خونه پدرش مونده و این اواخر انگار خونه پدرش هم با داشتن 2 بچه سختش میشه و مجبور یه خونه نقلی همون کوچه باباش اجاره کنه و زندگی کنه. دلم برای سیمین خیلی سوخت، اما خودم مستقیم نمیتونستم برم سراغش. به خاطر همین به دوستم گفتم میشه خواهرت بره و با سیمین حرف بزنه و نظرشو بپرسه؟ اینطوری راحت‌تر میتونم پا پیش بذارم. دوستم قبول کرد و گفت بهت خبر میدم. تشکر کردم و ازش جدا شدم. چند روز گذشت اما خبری از دوستم نشد. نمیدونم چرا اون چند روز هوایی شده بودم و همش به سیمین فکر میکردم. میدونستم گناهه و من متأهلم و نباید بهش فکر کنم، اما دست خودم نبود. وقتی دیدم خبری نشد رفتم مسجد شاید ببینمش و ازش بپرسم، اما مسجد هم نبود. تا 1 هفته هر روز برای نماز مغرب میرفتم مسجد تا زودتر از سیمین خبردار بشم، اما دوستم نبود. روم هم نمیشد برم دنبالش خونشون. بالاخره روز 10 دوستم رو توی مسجد دیدم و رفتم سمتش. دوستم تا منو دید با خنده سلام و احوالپرسی کرد و قبل از اینکه من حرفی بزنم گفت حسین بیا بشین که خبرای خیلی خوبی دارم برات. با این حرفش روحیه گرفتم و یادم رفت که میخواستم دعواش کنم و گفتم همیشه خوش خبر باشی، بگو ببینم چیکار کردی. دوستم گفت خواهرم 3 روز پیش رفت خونه سیمین و با هم دیگه از ایام قدیم و مدرسه و غیره حرف زدن تا رسیدن به شهادت دکتر و سختی هایی که سیمین کشیده و در نهایت خواهرم بهش گفته که اگه خواستگار خوب برات پیدا بشه قبول میکنی؟ دوستم به اینجای حرفش که رسید گفت میدونی سیمین خانم چی گفت؟ با ذوق گفتم نمیدونم چی گفت. دوستم یه قیافه حق به جانب به خودش گرفت و گفت سیمین خانم به خواهرم گفته فقط با داداشت ازدواج میکنم هرچند متأهل باشه. اینو که گفت قهقهه زد و خندید. یه مش کوبیدم شکمش و گفتم درست حرف بزن ببینم سیمین چی گفت. دوستم گفت شوخی کردم. سیمین خانم به خواهرم گفته تا ببینم طرف کی باشه. باید باهاش حرف بزنم بعد جواب بدم. گفتم خب حالا باید چیکار کنیم؟ دوستم گفت سیمین قراره یه روز بچه‌هاشو ببره بسپاره به مامانش تا بدون حضور بچه‌ها من و خواهرم و تو بریم خونه‌شون و شما با هم صحبت کنید. گفتم خب حالا کی بریم؟ دوستم گفت فردا عصر خوبه؟ گفتم باشه. من چند ساعت مرخصی ساعتی میگیرم و زودتر از کارخونه میام بیرون. دوستم گفت خوبه. فردا که مرخصی گرفتی بیا فلان آدرس. من و خواهرم زودتر میریم و اونجا منتظرت هستیم. الان هم من میرم به خواهرم میگم که برای فردا با سیمین هماهنگ کنه. از علی که جدا شدم زود رفتم آرایشگاه و یه دستی به سر و صورتم کشیدم. از آرایشگاه مستقیم رفتم خونه و یه دوش گرفتم چون فردا باید از محل کارم مستقیم میرفتم خونه سیمین. دیگه فرصتی برای این کارو نداشتم. از حمام که اومدم بیرون معصومه چپ چپ نگاه کرد و گفت چیه خوشگل کردی؟ گفتم تو رو خدا ول کن معصومه. بعد ته دلم گفتم اون موقع که من سفت و محکم چسبیده بودم به زندگیم کچلم کرده بود. الان ناراحت میشه و چپ و راست به هم متلک میندازه. عجب گیری کردم و از دست این زن. اون شب حرف زیادی با معصومه نزدم. معصومه هم یه جورایی گرفته و ناراحت بود و سعی میکرد کلا نگاه هم نکنه. از وقتی که تلاشمون برای بچه دار شدن بی‌نتیجه مونده بود و معصومه همش دنبال بهانه و بحث و دعوا بود، رابطمون هم روز به روز کمتر شده بود.
البته من چندین بار تلاشمو برای رابطه کرده بودم، ولی معصومه وقتی دید خیلی گیر میدم از اتاق خواب رفت پذیرایی و همین شد که دیگه اکثر وقتها از من جدا میخوابید و همین جدایی باعث سرد شدن من شده بود. از طرفی هم زن صیغه‌ای بهانه‌ای شد تا احساساتم بیشتر از پیش قوی بشه و نیاز به رابطه را توی وجودم احساس کنم. اون شب هم بالاخره من توی اتاق خوابیدم و معصومه همچنان پذیرایی. صبح زود بیدار شدم. هزار تا فکر توی سرم بود. آخه برای اولین بار بود که میخواستم رو در رو با عشق قدیمی برخورد کنم و باهاش حرف بزنم. مونده بودم چی بپوشم. اگه کت و شلوار میپوشیدم معصومه شک میکرد و بهم گیر میداد. برای همین یه لباس معمولی پوشیدم و رفتم کارخونه. تا ظهر سر کارم بودم و بعد از نهار رفتم پیش مدیر و ازش مرخصی گرفتم و با سرعت رفتم بازار و یه دست کت شلوار شیک خریدم و همونجا داخل مغازه پوشیدم و بعدش یه ادکلن گرون قیمت و خوشبو هم گرفتم تا اولین دیدار خوش عطر و بو باشم. اون موقع وضع مالیم خوب شده بود و حتی ماشین و خونه هم خریده بودم. احساس عجیبی داشتم، حس یه نوجوان عاشق که ما معشوقش قرار داره. اون روز کل زندگیمو فراموش کرده بودم و تصور میکردم برای اولین بار میخوام برم خواستگاری. ذوق و شوقم از روز خواستگاری معصومه 100% بیشتر بود و حس خوشایندی داشتم. انگار که روی ابرا باشم و لحظه رسیدن به آرزوهام باشه. حس اون روز رو نمیتونم توصیف کنم. شاید مثل مجنون بودم که لیلی در انتظارم بود. در کل اون روز معصومه به کل از ذهنم رفته بود. انگار اصلا وجود نداشت. لباسهایی که صبح پوشیده بودم و انداختم داخل ماشین و گاز دادم به سمت خونه سیمین. وقتی رسیدم نمیدونم چرا استرس تمام وجودم رو گرفت. انگار میترسیدم جواب منفی بشنوم. زنگ زدم. خواهر علی در رو باز کرد. در که باز شد قلبم به تالاپ و طلوب افتاد. مثل همون روزایی که 20 ساله بودم و سیمین رو میدیدم. پاهام داشت میلرزید. با همون لرزش وارد حیاط شدم. حیاطشون پر از گل سرخ بود. سرم پایین بود که یه وقت به خاطر لرزش پاهام نیفتم. با صدای خوش اومدید بفرمایید سرمو بلند کردم و سیمین رو دیدم. سیمین یه چادر حریر سفید سرش بود که لباساش مشخص بود. یه کت قرمز و دامن مشکی و روسری زرشکی سرش کرده بود و یه آرایش ملیح هم داشت. اون روز برای اولین بار متوجه شدم که رنگ چشماش سبزه و چون بیرون همیشه چادر مشکی سر میکرد رنگ چشمش تیره به نظر میومد و شاید هم از شرمم با دقت بهش نگاه نکرده بودم. تا سیمین رو دیدم گل از گلم شکفت. انصافاً خیلی زیبا بود، مخصوصاً اندام و قد بلندش که زیباییشو بیشتر کرده بود. سیمین ما رو دعوت کرد داخل و روی مبل‌ها نشستیم. خودش هم روی صندلی نزدیک در نشست. خواهر علی شروع کرد به حرف زدن. خواهر علی گفت سیمین جون شرایط حسین یکم متفاوته و با بقیه فرق داره. به خاطر همین به نظر من خودتون با هم صحبت کنید بهتره. سریع یه لحظه توی صورت سیمین نگاه کردم تا عکس‌العملش رو ببینم که دیدم لبخند زد و سرش رو به نشانه تایید تکون داد. علی رو به من گفت خب داداش پاشو که فکر کنم خیلی حرف برای گفتن داشته باشی. خواهر علی هم زود گفت خب سیمین جان کجا راحت تری؟ سیمین هم گفت به نظرم حیاط بهتره. با هم رفتیم حیاط و روی تختی که زیر درخت گذاشته بودن نشستیم. اون لحظه صدای پرنده هایی که پرواز میکردن برام مثل آواز بود و باد سردی هم که میوزید از نظر من نسیم خنک و روح نوازی بود. سیمین سرش پایین بود. من شروع کردم و گفتم راستش نمیدونم از کجا شروع کنم. بهتر اول خودم معرفی کنم. من پسر حاج آقا. به اینجا که رسیدم سیمین گفت بله میشناسمتون. چند باری دیدمتون و با خانواده‌تون هم از دور آشناییت دارم. گفتم خدا رو شکر. راستش اصلا دوست ندارم حرف نگفته‌ای بمونه. برای همین اومدم اینجا تا همه چی رو براتون توضیح بدم. از روز اولی که دیدمت و عاشقت شدم تا روزی که دیر جنبیدم و قسمت آقای دکتر خدا بیامرز شدی. الان هم به دلایلی دوباره دارم ازدواج میکنم و باز هم انتخابم شما هستی. سیمین با متانت و حیای خاصی نشسته بود و به حرفام گوش میکرد. حتی سکوتشو هم دوست داشتم. ته دلم گفتم مگه میشه یه زن تمام خصوصیات خوبو داشته باشه؟ اما سیمین داشت. یهو سیمین گفت بله حسین آقا میفرمودین. اونجا بود که تازه متوجه شدم بهش زل زدم و ساکت نگاهش میکنم. زود خودم رو جمع جور کردم و گفتم بله 20 ساله بودم که دیدم تو عاشقت شدم. سیمین با لبخند گفت بله اون روزها رو خوب یادمه. شما اومدید داخل مغازه و همش به من نگاه میکردید. من هم نیم نگاهی بهتون کردم ولی ترسیدم برام حرف در بیارن. به خاطر همین زود سرمو انداختم پایین. سیمین حرف میزد و من بهش نگاه میکردم.
یهو حس کردم لپاش گل انداخت و سرخ شد و گفت راستش همون روز به دلم نشستید، ولی تا به امروز نمیدونستم که شما به من حسی دارید. با شنیدن این حرف خیلی خوشحال شدم و مطمئن شدم که نصف راهو رفتم. گفتم راستش سیمین خانم، من زن دارم. تمام زندگیمو خلاصه براش تعریف کردم. سیمین تا حرفام تموم بشه با یه لبخند قشنگ حرفامو گوش کرد و در انتهای صحبتام گفت الان تصمیمتون چیه؟ گفتم درسته که عاشقتونم، اما چون متأهلم دلم میخواد چند ماه محرم بشیم بعد تصمیم نهایی رو بگیرم. سیمین گفت راست شرایط شما یکم خاصه و اجازه میخوام چند وقت فکر کنم. تصمیم قطعی که گرفتم به دوستم اطلاع میدم تا به شما انتقال بدن. قبول کردم و علی رو صدا زدم و از همونجا با سیمین خداحافظی کردیم و از خونه‌شون اومدیم بیرون. توی کوچه ساعت رو نگاه کردم و دیدم تا ساعت تعطیلی کارخونه 3 ساعتی زمان مونده. پس برگشتم کارخونه و کار عقب افتادم و انجام دادم. وقتی از محل کارم آماده شدم تا بیام بیرون، کت و شلواری که تازه خریده بودم و همونجا توی کمدم گذاشتم و بعد حرکت کردم به سمت خونه. بین مسیر چهره سیمین یه لحظه هم از جلوی چشمم دور نمیشد. خیلی دلم میخواست جواب سیمین رو با توجه به شرایطم زودتر بدونم. سیمین 1 هفته ازم وقت خواسته بود تا فکراشو بکنه و بعد خبر بده. رسیدم خونه و با دیدن چهره اخم و عصبی معصومه یاد چهره مهربان و خنده سیمین افتادم. خدایا چقدر مقایسه میکردم. قبلا اصلا اینطوری نبودم و معصومه رو بهترین و زیباترین زن دنیا میدونستم. از حال و روز و احساسات اون 1 هفته چیزی براتون نگم بهتره. حس خوشحالی تو هم با استرس داشتم. خلاصه 1 هفته گذشت و یه روز غروب که برای نماز رفته بودم مسجد علی رو از دور دیدم. علی خندون اومد سمتم و گفت چطوری شادومان؟ ذوق زده گفتم چطور خبریه؟ علی گفت عروس خانم بله رو گفتن، خوش به حالت، عجب شانسی داری تو، یکی نیست دست ما رو بگیره. وای خدای من، یعنی دارم به عشقم میرسم؟ با این خبر رفتم روی ابرها و این شد که چند روز بعد با حضور علی و خواهرش رفتیم محضر. بعد از محضر اونا برگشتن و من و سیمین هم سوار ماشین شدیم. ماشین رو که روشن کردم گفتم خب عروس خانم افتخار میدی ناهار رو در خدمت باشیم؟ سیمین با همون لبخند همیشگیش گفت چرا که نه. اون روز سیمین رو بردم یکی از بهترین رستوران‌های شهرمون و گرونترین غذا رو سفارش دادم. در حین ناهار خوردن از برنامه‌هام گفتم تا رسید به خونه. گفتم هر جا که دوست داشته باشی برات خونه میگیرم. سیمین گفت نه فعلا، چون بچه‌هام امسال مدرسه میرن و من همین اطراف ثبت نامشون کردم. پس بهتره همین خونه‌ای که هستم بمونیم تا بعد ببینیم چی میشه. در ضمن نظر من اینه که فعلا هیچ کس نباید از این محرمیت خبردار بشه، حتی بچه‌ها. گفتم اون وقت من چطوری بیام پیشت؟ سیمین گفت صبح‌ها بچه‌ها خونه نیستن و مدرسن، میتونی صبح‌ها بیای. با خودم گفتم پس کارخونه چی میشه؟ باید در هفته چند ساعت مرخصی ساعتی بگیرم یا فقط روزهای تعطیل بیام؟ یهو یادم افتاد روزهای تعطیل که بچه‌ها خونن. با این فکر یکم پکر شدم و به خودم گفتم غمت نباشه، بالاخره راهش رو پیدا میکنی. بعد از رستوران رفتیم خرید و در نهایت سیمین رو رسوندم خونش و خودم برگشتم سر کار. همون روز با مدیر کارخونه صحبت کردم تا 2 ساعتی صبحها بهم مرخصی بده، در عوض عصرها اضافه کار بمونم. از اونجایی که با مدیر خیلی صمیمی بودم قبول کرد. اون شب وقتی برگشتم خونه معصومه توی حموم داشت لباس میشد. با عذاب وجدان بهش سلام کردم. معصومه سرشو به طرفم برگردون. دیدم خیس عرقه. با دستهای کفیش بلند شد و گفت سلام. زیر کتری رو روشن کن، منم الان میام. گفتم باشه، ولی یادم بنداز در اولین فرصت برات یه ماشین لباسشویی حتما بخرم. نمیدونم، شاید با این کار میخواستم یکم از عذاب وجدانم کمتر بشه. معصومه بعد از اینکه کارش تموم شد یه دوش گرفت و اومد پیشم. من هم چای رو آماده کرده بودم. لب‌های معصومه گل انداخته بود و موهای خیسش یه زیبایی خاصی به صورتش داده بود. نمیدونم چرا اون شب به معصومه بیشتر توجه میکردم. به معصومه کمک کردم و وسایل شامو با هم آوردیم و با همدیگه نشستیم به خوردن و حتی توی جمع کردن و شستن ظرفا هم کمکش کردم. معصومه سر ذوق اومد و خنده گفت حسین آفتاب از کدوم طرف در اومده، خبریه؟ خیره انشالله، هیچ وقت از این کارا نمی کردی. چند بار خواستم جریان رو بگم اما از دلم نمی اومد که ناراحتش کنم. میدونستم به هم میریزه. اون شب برعکس شب‌های دیگه معصوم اومد داخل اتاق خواب و مرتب دلبری میکرد. نمیدونم به خاطر رفتار من بود
یا دلیل دیگه ای داشت که معصومه اون شب مهربونتر شده بود. با اینکه همش تو فکر سیمین بودم، اما دلبری‌های معصومه کار خودشو کرد و بالاخره بعد از چند هفته با هم وارد رابطه شدیم. تمام لحظاتی که با معصومه عشق‌بازی می‌کردم، سیمین جلوی چشمم بود. البته خدا رو شکر مرتکب گناه نمی‌شدم، چون سیمین هم محرمم بود. اصلا نمی‌دونستم اون چه حال عجیبی بود که داشتم. همون شب به خودم قول دادم که هر چقدر سیمین خوب و دلبر باشه و عاشقش باشم، اما هیچ وقت پشت معصومه رو خالی نکنم. معصومه زن روزهای سختم بود. روزهای جبهه، روزهای نداری، روزهای تنهایی. به هیچ وجه نباید پشتش رو خالی کنم و تنهاش بذارم. حتی اگه سیمین باردار هم بشه و مشکل از معصومه باشه، باز هم همیشه خانم اول خونم میمونه. با این فکرها توی بغل معصومه خوابم برد. صبح که بیدار شدم معصومه کنارم نبود. خوب که نگاه کردم دیدم داخل آشپزخونه صبحونه آماده کرده و داره چای میریزه. رفتم پیشش و گفتم چه زود بیدار شدی، حالا میخوابیدی؟ با ناز و اشوه‌ای که هیچ وقت ازش ندیده بودم گفت برای همسر عزیزم صبحونه درست کردم. متعجب مونده بودم، اما چون فرصت نداشتم و باید زودتر میرفتم کارخونه، فقط یه لقمه گرفتم و گفتم دست درد نکنه، اما من کار عقب افتاده دارم و باید زود برم. حس کردم ناراحت شد، ولی چاره نداشتم و باید زودتر میرفتم تا به خونه سیمین هم میرسیدم. زود سوار ماشین شدم و رفتم کارخونه و کارمو جوری انجام دادم که اون 2 ساعتی که نبودم هم پر کرده باشم. بعد از تموم شدن کارم رفتم پیش مدیر و ازش مرخصی گرفتم و با سرعت لباسهایی که دیروز تو کمد مخفی کرده بودم پوشیدم و خودمو به بازار رسوندم. داخل اولین طلا فروشی شدم. از اونجا یه انگشتر خوشگل و سنگین براش خریدم و بعد از گل فروشی هم دسته گل گرفتم و رفتم خونه سیمین. ساعت 10 بود که خودم رو رسوندم اونجا و زنگ زدم. سیمین در حالی که یه لباس حریر خوشگل پوشیده بود و موهاشو دورش ریخته بود در رو باز کرد و گفت خوش اومدی. وای وای چقدر عوض شده بود. زیر اون حجابی که همیشه داشت یه مرواریدی مخفی بود که من نمیدیدم. سیمین با اون دستهای نرم و لطیفش به هم دست داد که حالمو دگرگون کرد. بغلش کردم و بوی عطرش که هر مردی رو دیوونه میکرد رو با ولع استشمام کردم. دسته گل رو بهش دادم و داخل خونه شدیم. از همون بد به ورود بغلش کردم و حسرت چندین سال رو در آوردم و کلی بوسیدمش. دلم نمیخواست رهاش کنم، اما برای اینکه زیاده روی نکرده باشم ولش کردم و انگشتر رو از جیبم در آوردم و بهش دادم. انگشتر رو گرفت و خیلی هم خوشحال شد. بعد از تشکر رفت آشپزخونه تا چای بیاره. من از این فرصت استفاده کردم و خونه رو زیر نظر گرفتم. وسایل خونش مرتب و خوش سلیقه چیده شده بود و از تمیزی برق میزد. سیمین با سینی چای اومد و پیشم نشست و گفت حسین جان میخوای لباس راحتی بدم بپوشی؟ گفتم آره دست درد نکنه. و اون روز بهترین لحظات زندگیمون رو تجربه کردم. ساعت 11 شد و من باید برمیگشتم کارخونه و سیمین هم دنبال بچه هاش. زود یه دوش گرفتم و بعد سیمین 2 تا چای آورد و با هم مشغول نوشیدن شدیم. تمام مدتی که کنار هم بودیم لبخند رضایت روی لب هر جفتمون بود. در نهایت از سیمین تشکر کردم و برگشتم محل کارم. تا رسیدم کارخونه مدیر منو صدا کرد و گفت حسین آقا درسته که من و تو با هم رفیقیم، اما این نحوه کار کردن درست نیست. صبح 9 رفتی و الان ساعت 12 شده. اولا نمیشه هر روز این کار رو انجام بدی. بعد در ثانی شما میگی 1-2 ساعته اما 3-4 ساعته میرید. نمیشه داداش. یه روز گفتی میرم بازار خرید واجب دارم. روز بعد گفتی کار ضروری دارم. نه داداش اینجوری نمیشه. والا منم باید جواب موافقمو بدم. مدیر همینطوری که حرف میزد صداش بالاتر میرفت و عصبانی تر میشد. ترسیدم کارگرا جمع بشن و داداشام هم ببینن و متوجه قضیه بشن. برای همین گفتم یکم صداتو بیار پایین حلش میکنم. مدیر انگار از نوع حرف زدنم خوشش نیومد و بلند گفت چیو حلش میکنی؟ برو لباساتو عوض کن بیا اتاقم تا تکلیفتو روشن کنم. انگار یه چیزم طلبکار شدی. مدیر در حالی که زیر لب غر میزد گفت با کت و شلوار اتو کرده میاد کارخونه، بوی عطرش که کارخونه رو پر میکنه، مدل و ریش و سیبیلشو که عوض میکنه، معلوم نیست این بشر چی کار میکنه. سری رفتم لباسامو عوض کردم و خودم رو رسوندم پشت در اتاق مدیر. در زدم و رفتم داخل و بعد از 1 ساعت حرف زدن قرار شد به جای 2 ساعت صبحی که نیستم از اون طرف 3 ساعت بیشتر بمونم. اون شب وقتی دیر رفتم خونه به معصومه گفتم یکم کارهای کارخونه زیاد شده، از این بعد بعضی وقتا یا شاید بیشتر وقتا 2-3 ساعت دیرتر بیام خونه. معصومه که نشاط و شادابی دیشب و صبح رو داشت یهو پکر شد. گفتم معصومه جان دیگه زندگی خرج داره، خب چاره‌ای ندارم.
معصومه با سر حرفمو تاکید کرد و رفت تا شام رو بیاره. دلم میخواست کمکش کنم اما به قدری خسته بودم که نتونستم. حس کردم معصومه هر از گاهی به من نگاه میکنه تا شاید چیزی دستگیرش بشه. من هم چون خسته بودم خودم به خستگی بیشتر زدم و منتظر شام شدم. از فردا تا از خواب بیدار شدم مستقیم رفتم پیش سیمین و در عوض غروب دیرتر میرفتم خونه. در حقیقت از سهم بودن کنار معصومه کم میشد و برای من فرقی نداشت. لحظات خوشی رو کنار سیمین میگذروندم. تقریبا 1 ماهی از ازدواج من و سیمین گذشت تا اینکه یک روز صبح که طبق معمول پیش سیمین بودم و حسابی غرق رابطه بودیم یهو زنگ خونه رو زدن. سیمین از پنجره یواشکی بیرون رو نگاه کرد و بعد با استرس گفت وای بابامه. چون کسی از ازدواجمون خبر نداشت خیلی ترسیدم. سیمین گفت صبر کن برم جلوی در ببینم بابام چی کار داره. سیمین خیلی دستپاچه لباسهای توری و بدننماشو عوض کرد و یه لباس معمولی پوشید و چند تا نفس عمیق کشید و رفت تا در باز کنه. من هم سریع لباس پوشیدم و رفتم پشت پنجره تا ببینم چی میشه. سیمین در رو باز کرد و باباش گفت کجای دختر 2 ساعت زنگ میزنم. سیمین گفت دستم بند بود بابا. بابای سیمین یکم اطراف حیاط و ساختمون رو نگاه کرد و بعد یه بسته از داخل ماشین برداشت و داد به سیمین و گفت اینو مامانت فرستاده. سیمین از باباش تشکر کرد و گفت بیا داخل بابا. باباش گفت نه کار دارم باید برم. پدر سیمین سوار ماشینش شد و رفت و سیمین نفس راحتی کشید و در حیاط رو بست و اومد داخل اتاق و بلافاصله گفت حسین آقا باید یه فکر دیگه‌ای بکنیم، اینطوری نمیشه. امروز شانس آوردم و بابا نیومد داخل. چه تضمینی هست که دفعه بعد نیاد داخل؟ تا کی پشتمون بلرزه؟ اصلا شاید یه روز صبح با مامانینا اومدن بعد تو رو ببینن نمیگن این آقا کیه؟ گفتم حق با توه، همین روزا یه فکر اساسی میکنم خانم، تو نگران نباش. سیمین سرش انداخت پایین و پکر نشست. رفتم کنارش و دستم و انداختم دور گردنش و نوازشش کردم و گفتم نگران نباش. اگه پاش بیفته به عالم و آدم اعلام میکنم که تو زن شرعی و قانونی منی. سیمین با این حرفام یکم آروم شد. اون روز موقع خداحافظی به سیمین گفتم فعلا 2-3 روز نمیام پیشت تا هم تو خیالت راحت باشه هم یه فکر اساسی کنم. اینجوری شد که 2-3 روز نرفتم و خوب فکر کردم و در نهایت تصمیم گرفتم یه خونه اجاره کنم و دیدار من و سیمین توی اون خونه باشه و مشکل رفت و آمد نداشته باشیم. روز 4 برای سیمین یه کادو خریدم و رفتم اونجا تا از تصمیمم مطلعش کنم. سیمین مثل همیشه با روی خوش و لبخند در باز کرد و ازم استقبال کرد. تا وارد اتاق شدم پیشنهادم و بهش گفتم. سیمین گفت صبر کن چای بیارم بعد در موردش حرف بزنیم. وقتی سینی چای رو گذاشت زمین دیدم گوشه سینی کاغذ هست. با تعجب کاغذ رو برداشتم و دیدم آزمایش بارداری و جوابش هم مثبته. درست 1 ماه و 10 روز بعد از ازدواجمون سیمین باردار شده بود. از خوشحالی نمیدونستم چی کار کنم. زبونم بند اومده بود. سیمین رو بغل کردم و گفتم وای سیمین یعنی من پدر میشم؟ سیمین با لبخند گفت یه فرشته کوچولی که بهت بابا میگه. از خوشحالی میخواستم فریاد بکشم. دیگه مشخص شد که من مشکلی ندارم. با خوشحالی به سیمین گفتم حاضر شو باید بریم جایی. سیمین گفت وای حسین یه وقت کسی ما رو میبینه. مغرورانه گفتم ببینه ما زن و شوهریم، تازه چند وقت دیگه بچه به دنیا بیاد اصلا نمیشه پنهان کاری کرد. تا من ماشین رو استارت میزنم بیا بیرون. سیمین رو بردم طلا فروشی و چند تا از گرونترین سرویس ها رو گذاشتم جلوی سیمین و گفتم یکیشو انتخاب کن. اما سیمین به قدری متین و سنگین بود که سرش رو انداخت پایین و انتخاب رو به عهده من گذاشت و من هم سنگین ترین رو انتخاب کردم و براش خریدم و همونجا تقدیمش کردم. بعد رفتم گل فروشی و شیرینی فروشی. اونا رو خریدم و به سمت خونه بابا اینا حرکت کردم. سیمین گفت چی کار میکنی؟ گفتم کاریت نباشه و بیا. رسیدیم و زنگ زدم. صدای بابا که اومد گفت کیه؟ گفتم باز کن بابا حسینم. بابا که فکر میکرد من و معصومه پشت دریم با لبخند در رو باز کرد اما با دیدن یه خانم دیگه کنارم لبخند روی لباش خشکید و گفت بیا تو بابا جان مهمون داری؟ گفتم بریم داخل پیش مامان همه چی رو تعریف میکنم. تا رسیدیم کنار حوض مامان هم اومد و اول گفت پس معصومه کو؟ گفتم سلام مامان میگم بشینید تا تعریف کنم. مامان با سیمین سلام و احوالپرسی کرد و به من گفت صبر کن برای مهمون چای بیارم. بعد خلاصه مشغول خوردن چای شدیم و شروع کردم به حرف زدن. گفتم راستش من امروز اومدم اینجا تا مادر بچه‌مو بهتون معرفی کنم. مامان با متعجب با اخ گفت بچت؟
این بود جواب اون همه سختی هایی که معصومه کشیده؟ رفتی براش هوو آوردی؟ نباید با ما مشورت میکردی؟ مامان اینها رو گفت و رفت داخل اتاق و در رو محکم بست. از صدای کوبیدن در سیمین پرید رو هوا. بابا هم مات مونده بود و نگاه میکرد و به سیمین گفتم ناراحت نباش، خودم درستش میکنم. بعد بلند شدم و رفتم داخل اتاقی که مامان بود. مامان تا منو دید گفت من پسری به اسم حسین ندارم. دست اون زنو بگیر و از اینجا برو. تو حق نداشتی روی زنت هوو بیاری. برای مامان تعریف کردم که معصومه چی کار میکرد و چی میگفت. تا رسیدم به این که معصومه میگفت ای بس توئه. مامان عصبی گفت چی؟ میگفت ای بس توئه؟ روی چه حسابی این حرفو زده؟ ما رو باش که همش هواشو داشتیم. اون وقت معصومه نشسته به همین راحتی قضاوت کرده؟ هیچ کدوم حق نداشتید قضاوت کنید. حالا خدا رو شکر که اجاق تو کور نبوده. خلاصه بابا هم از ماجرا خبردار شد. با تمام این حرفا مامان در نهایت گفت حسین حواست باشه خبر رو جوری به معصومه بدی که دلش نشکنه. خدا رو شکر مامان و بابا و سیمین رو پذیرفتن. حالا مونده بود معصومه. موقع خداحافظی بابا گفت باز هم عروسمو بیار پیش ما. مامان هم در ادامه حرف بابا گفت آره راست میگه، به همون بیشتر سر بزنید. از خونه بابا اینا مستقیم رفتیم خونه بابای سیمین. سیمین گفت اینجا رو بسپار به من. از خدا خواسته قبول کردم و سیمین زنگ خونه‌شون رو زد. قبل از اینکه درو باز کنن من خداحافظی کردم تا برگشتم کارخونه و به کارهای عقب افتادم و رسیدگی کنم. کارخونه که تعطیل شد تصمیم گرفتم اون شب قضیه رو با معصومه در میون بذارم. برای همین سر راه رفتم طلا فروشی و لنگه همون انگشتر رو که برای سیمین گرفته بودم و خریدم و رفتم خونه. آخه نمیخواستم بینشون فرق بذارم. مثل همیشه معصومه مشغول تمیزکاری بود. بهش سلام و خسته نباشید گفتم و ادامه دادم خانمم شام چی داریم؟ خیلی گرسنمه. بعد با خودم گفتم اول شام بخوریم بعد بهش بگم. حداقل اگه قهر کرد بدون شام نمونم. معصومه گفت کتلت درست کردم. اول یه دوش بگیر بعد شام میخوریم. چشمی گفتم و رفتم حموم و دوش گرفتم. از حموم که اومدم بیرون بوی کتلت و گوجه و سیب زمینی های سرخ شده خونه رو پر کرده بود. حسابی اشتهای من گرسنه رو تحریک میکرد. گفتم به به خانم خوشگلم چه کرده؟ بدو بیار که خیلی گرسنمه. معصومه ذوق زده خندید و گفت چشم. اولین لقمه رو گرفتم و گذاشتم دهن معصومه و بعد خودم تون تون مشغول خوردن شدم. حسابی که سیر شدم کشیدم کنار. من همیشه تون غذا میخورم، یعنی وقتی غذای من تموم شد هنوز معصومه وسطای غذاش بود. آخه آروم آروم لقمه میگرفت و میخورد. کشیدم کنار و 2 بالش گذاشتم روبروی تلویزیون نشستم. معصومه به تلویزیون نگاه میکرد و من به معصومه. یهو نگاه معصومه به من افتاد و گفت وا چته امشب چرا زل زدی به من؟ آدم ندیدی؟ گفتم آدم دیدم ولی خوشگل ندیدم. معصومه گفت دیوونه چت شده؟ گفتم معصومه. گفت جانم. گفتم یادت گفته بودی یکی رو صیغه کنم تا معلوم بشه ایراد از منه؟ اینو که گفتم لقمه پرید توی گلوی معصومه. معصومه شروع به سرفه کرد و من زود خودم بهش رسوندم و یه لیوان آب دادم دستش. لابلای سرفه هاش گفت خب چی شد حالا؟ کسی رو مد نظر گرفتی؟ واقعا میخوای کسی رو صیغه کنی؟ گفتم راستش. مکث کردم که گفت راستش چی؟ اینو گفت و غذاشو نصف و نیمه گذاشت کنار و شروع به جمع کردن سفره کرد و نشست روبروی من. گفتم راستش من چند وقتی هست که این کارو کردم. معصومه متعجب و ناراحت و بریده گفت چی؟ این کارو کردی؟ گفتم آره دیگه، مگه خواست خودت نبود؟ معصومه عصبی و متعجب گفت آره ولی انگار خودت هم بدت نمی اومد. گفتم لعنت بر شیطون. گفت خب حالا کیه؟ گفتم یه خانومی که شوهرش چند سال پیش شهید شده. معصومه ظرفای شام رو در حالی که با سر و صدا به هم میکوبید برد داخل آشپزخونه و از همینجا گفت پس عروس تازه آوردی؟ ما انقدر نامحرم بودیم که از ما مخفی کردی؟ با مهربونی گفتم معصومه جان قربونت برم، مگه خودت نگفتی که بهت در این مورد حرفی نزنم؟ معصومه گفت پس چرا الان بهم گفتی؟ مگه قرار نبود مخفیانه باشه؟ خب حالا چند وقته؟ گفتم 1 ماه و 10 روز. قرار بود مخفی باشه اما. معصومه گفت اما چی؟ چرا ساکت شدی ها؟ آروم و در حالی که سرم پایین بود گفتم دلم میخواست تا 6 ماه مخفی بمونه تا مدت صیغه تموم بشه و اونو به خیر و منو به سلامت. اما امروز جواب مثبت آزمایش بارداریشو بهم نشون داد. وقتی این حرفو زدم چند ثانیه هیچ صدایی نشنیدم و سرمو بلند کردم و دیدم معصومه نفس میزنه. به قدری قلبش تون تون میزد که سینه‌اش به شدت بالا و پایین میشد. معصومه مظلومانه زل زده بود به من. همون لحظه بی صدا و بی اراده اشکاش مثل سیل روی گونه‌هاش سرازیر شد. از دیدن حال و روز معصومه با خودم گفتم عجب غلطی کردم.
معصومه در همون حالت عقب عقب رفت و رسید به دیوار و بعد از دیوار سر خورد و نشست روی زمین. زانوهاشو بغل کرد. شونه‌هاش به شدت تکون می‌خورد و این حالت نشون دهنده شدت بغض و گریه‌اش بود، اما بی صدا. آروم رفتم سمتش و شونه‌هاشو گرفتم. منتظر بودم خیلی سریع و با عصبانیت دستامو پس بزنم، اما این کارو نکرد. اومد بغلم و با صدای بلند گریه کرد. انگشتر رو از جیبم در آوردم و دادم بهش و گفتم بیا. اینم شیرینی پدر شدن من و مادر شدن شما. همچنان که اشک میریخت لابلای گریه‌هاشو، یعنی اجازه میده منم بغلش کنم؟ گفتم چرا که نه. معصومه یهو گریهش قطع شد و گفت حسین یه فکری. میگم وقتی زایمان کرد بچه رو بگیر و طلاقش بده. جواب نداشتم چون سیمین عشق قدیمی من بود. هرچند هر خانم دیگه‌ای هم بود من این کارو نمی‌کردم چون به نظر من این کار آخر نامردی بود. اما نخواستم بیشتر از این دل معصومه رو بشکنم. به خاطر همین هیچ حرفی نزدم. اون شب معصومه تا 2 ساعتی گریه کرد و بعد از اون هم ساکت یه گوشه نشست و به نقطه‌ای خیره شد. اجازه دادم با خودش خلوت کنه تا شاید آروم بشه. برای همین رفتم خوابیدم. فردای اون روز رفتم سر کار و بعد از اینکه تعطیل شدم مستقیم بدون ترس و مخفی کاری رفتم پیش سیمین. بچه‌هاش نبودن و خونه بابا بزرگش بودن. سیمین گفت شب که رفتم بچه‌ها رو بیارم میخوام همه چی رو به مامان و بابام بگم. گفتم باشه خودم میرسونمت. راستی به معصومه گفتم. سیمین متعجب و نگران گفت خب چی گفت؟ ناراحت شد؟ گفتم مسلما ناراحت شد دیگه، اما چند روز که بگذره مجبور باهاش کنار بیاد. سیمین هم برای معصومه ناراحت شد ولی چاره‌ای نبود. این سرنوشتی بود که برای هممون رقم خورده بود و مقصر هم معصومه بود. 1-2 ساعت موندم و بعد سیمین رو رسوندم خونه باباشو. از اونجا هم رفتم خونه. رسیدم خونه. وقتی معصومه رو دیدم چشماش به شدت پف کرده بود و قرمز بود. مشخص بود که کل روز رو گریه کرده. معلوم بود حالش اصلا خوش نیست ولی با این حال سلام کرد و برام چای آورد. دلم براش میسوخت اما این اوضاع رو خودش درست کرده بود. تا لباسامو عوض کردم اومد کنارم نشست و الکی از این ور اون ور حرف زد. متوجه شدم که میخواد حرفی بزنه که نمیتونه. گفتم چیزی میخوای بگی؟ گفت میخوام زنتو ببینم. گفتم باشه ترتیبشو میدم، فقط یادت باشه اون بارداره و استرس براش خوب نیست. گفت مگه میخوام بکشمش؟ دیوونه ای یا منو دیوونه فرض کردی؟ گفتم نه اما نگران هستم. معصومه گفت متاسفم برات. اینو گفت و رفت آشپزخونه. از وقتی سیمین رو صیقه کرده بودم تقریبا روابط زناشویی با معصومه به 0 رسیده بود. من که روزها با سیمین بودم و نیازم رو رفع میکردم. معصومه هم نمیدونم. از طرفی سیمین به خانواده‌اش موضوع ازدواجمون رو گفت. هرچند ناراحت شده بودن اما کنار اومدن. 1 هفته گذشت. میخواستم برم به مامانینا سر بزنم. مونده بودم با کی برم؟ معصومه یا سیمین؟ ته دلم سیمین رو دوست داشتم ولی به معصومه هم دلم میسوخت. در نهایت تصمیم گرفتم تنهایی برم. وقتی مامان منو تنها دید گفت وا مامان جان چرا تنها؟ دوتا زن داری اون وقت تنها میای؟ گفتم راستش نمیدونم با کدوم بیام. مامان گفت هر دو با هم. گفتم آخه میترسم معصومه ناراحت شه. گفت وقتی شلوارت 2 شد و زن دوم گرفتی فکر اینجاشو میکردی. گفتم مامان من اصلا به زن دوم فکر نمیکردم، چرا باور نمیکنید؟ مامان گفت خب بس کن دیگه، هر 2 زنتو با هم بیار تا به هم عادت کنن. بعد مکسی کرد و گفت آها جمعه شب همه بچه‌ها رو دعوت میکنم، تو هم خانوماتو بردار بیار تا سیمین رو به بچه‌ها معرفی کنم. گفتم باشه پس مامان بچه‌ها رو دعوت کن و بعد هر چی که نیاز داری بگو از قبل بخرم تا ما جمعه بیایم. مامان لبشو باز گرفت و گفت از کی تا حالا من بچه‌ها رو دعوت کردم خرجشو از تو گرفتم؟ برو خجالت بکش. از مامان خداحافظی کردم و اول رفتم پیش سیمین. چیکار کنم؟ عاشقش بودم. هر کاری می‌کردم نمی‌شد، نمیتونستم فرق نذارم. به سیمین خبر مهمونی رو دادم. سیمین گفت از برخورد خواهرها و برادرها و جاری‌ها میترسم حرفی یا توهینی بشنوم. گفتم اونا چون مهمون بابا و مامان هستن هیچ وقت بی‌احترامی نمی‌کنن. راستی سیمین پنجشنبه بریم عقد دائمی کنیم تا خیال من راحت بشه. سیمین با تکون دادن سرش حرفمو تایید کرد. شب که رفتم خونه خبر مهمونی رو به معصومه دادم. معصومه پکر گفت آره دیگه نیومده پیش مامان و بابات جاشو باز کرد. من نمیام. آخه اونجا همه مادرن، حتی زن دومت. به جز من. میدونم حالم بد میشه و طاقت نمیارم. تحمل پچ‌پچ‌ها رو ندارم. معصومه ادامه داد مگه نمیگفتی نمیذاری کسی جای منو بگیره؟ پس چی شد؟ چه زود حرفات یادت رفت. اینا رو گفت و اشکش جاری شد.
معصومه هیچ وقت فکر این روزها رو نمی‌کرد. فکر می‌کرد مگه خانمی رو صیغه می‌کنه و بعد بچه‌دار نمیشه و صیغه تمام میشه و برمیگردن پیش اون. گفتم معصومه، اون زن الان بارداره. چند وقت دیگه بچه به دنیا میاد. تا کی میتونستم مخفی کنم؟ معصومه ساکت شد. حرفی برای گفتن نداشت. زود گفتم مگه چند روز پیش نگفتی میخوای ببینیش؟ معصومه حرفی نزد، اما تا روز جمعه بالاخره راضیش کردم که بیاد. پنجشنبه وقت محضر گرفتم و با سیمین اول رفتیم 2 تا حلقه خریدیم و بعد هم عقد دائم کردیم. پنجشنبه شب بعد از شام نشسته بودم و تلویزیون نگاه میکردم که یهو معصومه جیغ کشید و گفت وای این چیه؟ فکر کردم سوسکی یا حیوانی دیده. زود سرم بلند کردم و گفتم چی شده؟ چیو میگی؟ اشاره کرد به دستم و نگاه کردم و حلقه رو دیدم. وای وای، حالا اینو چطوری جمعش کنم؟ با منمن گفتم معصومه جان، این حلقه رو سیمین برام گرفته. معصومه گفت به به، مبارکت باشه، اسمشم که سیمین خانومه. خوشم باشه، چقدرم کادوشو دوست داری که از خودت دورش نمی‌کنی. ای خاک، ای خاک بر سر من که همیشه فکر می‌کردم کسی دیگه‌ای به چشمت نمیاد. پیش خودم فکر می‌کردم یکی رو صیغه می‌کنی و حامله نمیشه و پرتش می‌کنی بیرون و برمیگردی پیش خودم. چه میدونستم نیومده میشه سوگلی آقا، میشه نور چشمی مامان و بابا. این حرفا رو گفت و شروع به گریه کرد. گریه‌ای از ته دل، مثل کسی که عزیزش رو از دست داده باشه. کل اون شب رو گریه کرد، اما انگار متوجه شده بود که خود کرده را تدبیر نیست. فردا جمعه بعد از اینکه دوش گرفتم بهانه‌ای نداشتم برم پیش سیمین. از طرفی دلم میخواست با سیمین وارد جمع مهمونا بشم. نمیدونستم چطور معصومه رو زودتر بفرستم خونه بابا اینا تا با حوصله برم دنبال سیمین. کلی فکر کردم و بالاخره به معصومه گفتم میخوای زودتر ببرمت خونه مامانینا؟ اینجوری هم به مامان کمک میکنی و هم بیشتر اونجا میمونی. معصومه که فکر میکرد منم باهاش اونجا میمونم و قبول کرد. ناهار رو خوردیم و راه افتادیم. مامان وقتی معصومه رو دید بغلش کرد و نزدیک گوشش گفت قصه نخوری یا همه چی درست میشه. اینو هم بدون که تو همیشه عروس عزیز ما هستی. یکم که گذشت خواهرها و برادرام یکی یکی اومدن. همشون حسابی عیالوار شده بودن. حیاط شلوغ شد و نوه‌ها حسابی بدو میکردن. مامان به بچه‌ها نگاه میکرد و قربون صدقه‌شون میرفت. با بچه‌ها دلم ضعف رفت و خدا رو شکر کردم که من هم به زودی صاحب بچه میشم. از جام بلند شدم. باید میرفتم دنبال سیمین. توی اون شلوغی سعی کردم کسی متوجه رفتنم نشه. آروم دم گوش مامان گفتم مامان من میرم سیمین رو بیارم. مامان گفت برو مادر جان. آروم بدون اینکه کسی متوجه بشه از خونه زدم بیرون و رفتم سراغ سیمین. زنگ زدم و سیمین از آیفون جواب داد. گفتم آماده ای؟ گفت آره، نمیای داخل؟ حس کردم سیمین دلش میخواد برم داخل. منم که از خدا خواسته وارد خونه شدم. بعد سری دوش گرفتیم و آماده شدیم. سیمین یک کت و دامن مشکی پوشید و یه چادر مجلسی خیلی خوشگل سر کرد. من جلوتر از خونه اومدم بیرون تا ماشین رو روشن کنم که صدای کفشای سیمین توجه منو جلب کرد و سری نگاهی به در خونه کردم. سیمین یک کفش پاشنه بلند خیلی خوشگل پوشیده بود که اندام و هیکلش رو خیلی قشنگتر نشون میداد. آخه با کفش پاشنه بلند مجبور بود صاف و آروم راه بره و همین باعث جذابتر و طنازتر شدنش شده بود. عاشق این بودم که سیمین راه بره و من نگاهش کنم، مخصوصا با کفش پاشنه بلند. تا برسه به ماشین کوچه رو حسابی پاییدم که کسی نگاهش نکنه. سیمین خیلی شیک و تمیز بود. در ماشین رو باز کرد تا سوار بشه که بوی اتکلونش ماشین رو پر کرد. گفتم بفرمایید پرنسس من. سیمین هم با اشوه خاصی گفت سرورید شما. خیلی از داشتن سیمین خوشحال بودم. هم توی روابط جنسی گرم و صمیمی بود و منو به اوج میرسون، هم تو اجتماع خیلی متین و باوقار. تمام مدتی که سیمین با من بود 2 قلوهاش خونه مادرش میموند و هنوز بعد از گذشت 2 ماه بچه‌هاشو ندیده بودم. حرکت کردیم به سمت خونه بابا اینا. خیلی زود رسیدیم و زنگ زدم. خواهر کوچیکم در رو باز کرد. با دیدن من همراه سیمین چشمهاش گشاد شد. بعد که یکم به خودش اومد سلام کرد و گفت بفرمایید. وارد شدیم و کم کم همه اومدن جلو برای دیدن سیمین. چشم چرخوندم تا برخورد معصومه رو ببینم که دیدم نیست. استرس گرفتم و سمت آشپزخونه رو نگاه کردم و دیدم جلوی درش تکیه داده و نگاهمون میکنه. همه نگاه‌ها به سیمین و معصومه بود. زود به سیمین اشاره کردم و معصومه رو نشونش دادم. سیمین اومد سمت من که گفتم سیمین خانم، معصومه جان هستن. سیمین رفت سمت معصومه و با لبخند سلام کرد، اما معصومه با اخمی سلام گفت و رفت توی آشپزخونه. سیمین به من نگاه کرد و با ناراحتی سرشو انداخت پایین. حرفی نداشتم بزنم. داداش بزرگه برای اینکه جو عوض بشه گفت ننه ما گشنمونه، نمیخوای شام بدی؟ مامان گفت الهی قربونت بشم الان شامو میارم.
توی حیاط سفره بزرگی پهن کردن و همه دور تا دور سفره نشستن. سیمین رو کنار خواهرام نشوندم و خودم هم رفتم پیش بابا. آخه نه میتونستم از سیمین دلجویی کنم و نه معصومه. پس بهتر بود پیش بابا بشینم تا بعداً شر نشه. خدا رو شکر اون شب دعوایی نشد و فکر کنم فقط معصومه بود که حسابی اذیت شد و همه رو ریخت توی خودش. بعد از شام اول سیمین رو رسوندم و باز خدا رو شکر توی مسیر سیمین هیچ حرفی نزد. اون شب خیلی دلم میخواست شب رو پیش سیمین بمونم، اما هم بچه هاش بودن و هم واقعا دل معصومه میشکست. بعد از اینکه سیمین پیاده شد و رفت داخل خونش، برگشتم تا با معصومه بریم خونه. معصومه خیلی خیلی ناراحت بود. شاید انتظار نداشت که سیمین اینقدر خوشگل و ترگل برگل باشه. متوجه بودم که خیلی حسودی شده. حدس می‌زدم وقتی رسیدیم خونه قرقرا شروع بشه، ولی ناراحت تر از این حرفا بود و ترجیح داد ساکت باشه و زود بخوابه. بعد از اون مهمونی خبر ازدواج و بچه دار شدن من مثل توپ توی محله و فامیل پر شد. یک هفته بعد هم مادر سیمین دعوتم کرد برای اینکه توی اون مهمونی دوقلوها منو بپذیرن. دوچرخه خوشگل براشون خریدم و همراه هم بردم. دوقلوها اول دوچرخه رو دیدن و تا من. این شد که خیلی خوشحال و خندون و زود منو پذیرفتن و با هم دوست شدن.